سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز اومدم براتون با تحلیل بازی اکسپدیشن 33 یا همون اکسپدیشن 33 به انگلیسی که ما نمیگیم اونو خاطر اینکه ملموس تر باشه، همون اکسپدیشن 33 رو میگم و خودم هم راحت ترم اینجوری. براتون یک تحلیل رو بررسی میخوام انجام بدم، یک تحلیل نسبتا کلیه، خیلی جزئی نیستش و همین اول کلیپ بگم کسایی که این بازی رو ندیدن لطفا این رو نگاه نکنن، چون که ما قرار نیست داستان بازی رو خیلی عمیق بررسی کنیم. توی یوتیوب یا توی گوگل اگه سرچ بزنین داستان بازی اکسپدیشن 33 براتون میاره. خیلی پیجا و کانالا هستن که اومدن کاتسینای بازی رو گذاشتن، ترجمه کردن و داستان بازی رو بهتون ارائه میدن. اینجا یک تحلیل نسبتاً متفاوت تریه و در قالب یک فایل، حالا من آماده کردم فایل ارائه، در قالب اون بهتون توضیح میدم و یک سری مسائلی رو نگاه میکنیم که شاید جای دیگه نبوده باشه، حداقل من ندیدم کسی به این مسائل توجه کنه، ولی خب جزء زیبایی های بازی است. و اینم بگم که الان تقریبا یک هفته است از مراسم گیم آواردز میگذره. خیلی‌ها میگن که آقا این همه جایزه حقش نبوده، این بازی لیاقت این جایزه ها رو نداشته، بازی اوورریتده. کار ندارم که این نظرات درسته یا غلطه، ولی خب خوبه که بازی کرده باشیم اول بعد نظر بدیم. یا اگر میگیم مثلا جایزه آر پی جی رو کاش میدادم به کینگدام دلیورنس 2، حداقل اونم بازی کرده باشیم، نه اینکه فقط رو حساب اینکه آر پی جیه و 4 تا حق انتخاب بهتون میده تو بازی، که حالا تو عکس‌ها احتمالاً دیده یک نفر مثلا میاد میگه آقا چون من عکس اینو دیدم که حق انتخاب میده پس این آر پی جی بیشتر، این آر پی جی تره، پس کاش جایزه رو میدادم به این. و خب باید بگم که RPG المان‌های RPG رو داشتن و بیشتر نشانه‌های RPG رو داشتن. RPG آره نشانه‌های RPG نشانه‌های RPG رو داشتن، صرفاً به بهتر بودن نمی انجامد. باید محتوای فاخر داشته باشه، باید محتوای خوب داشته باشه و اون کمیت و کیفیت با هم دیگه رعایت بشه. حالا من نمیگم اکسپدیشن حقش بوده اون حقش نبوده، اینجوری اصلا همچین صحبتی نیستش، فقط میگم بازی کنیم بعد نظر بدیم، چون من خیلی یار دیدم که اصلا هیچ کدومشو بازی نکردم و اومده میگه من اصلا بازی نوبتی دوست ندارم، کلا اینم نصبش نکردم ولی این بازی حقش نبود. خب برادر من چی داری میگی؟ با کی کار داری دقیقاً؟ خیلی خوب، از این بحث خارج شیم، بریم سراغ تحلیل بازیمون. یه در قالب فایل من براتون کنار صفحه نشون میدم که با هم دیگه بریم جلو. همین اول کار میبینین که اون بالای صفحه روی عکسی که اول گذاشتم نوشته For those who come after، برای کسانی که بعد از ما خواهند آمد. و این خیلی توی این بازی مهمه، توی داستان بازی خیلی مهمه، یک جمله به شدت اخلاقیه. حالا شاید بعضیا بگن نه اخلاقی نیست، ما باید خودمون زندگی کنیم فلان و اینا، ولی حداقل توی دنیایی که این بازی توش جریان داره این جمله خیلی اخلاقیه و تو خود داستان بازی متوجه میشین که چرا اینقدر هر کس برای نفر بعد از خودش تلاش میکنه نه برای خودش. و خب بریم که داشته باشیم. من تو چند تا بخش مختلف میخوام براتون توضیح بدم، یعنی به چند بخش مختلف تقسیمش کردم که شامل معرفی کلی بازی، داستان بازی، عرضم به حضور شما نمادشناسی، شخصیت پردازی، که شخصیت پردازی رو توی دل همون داستان بازی سعی میکنم جا بدم، ولی خب نگاهمون به داستان بازی یک نگاه کلیه، نگاه خیلی جزئی نیستش، دنبال چه میدونم تئوری و اینا نباشیم که براتون بررسی کنم. و در نهایت گیم پلی، که گیم پلی هم توضیح خاصی نداره، چند تا بازی معرفی میکنم که شبیه این بازیه، چون ماشاءالله همه گیمرین دیگه، گیم نوبتی واقعا توضیح خاصی نداره. معرفی کلی بازی رو بخوام خدمتتون بگم، بازی تاریخ انتشارش سال 2025، شرکت سازنده سندفال اینتراکتیو، شرکت ناشر کپلر اینتراکتیو، پلتفرم‌های پی سی، ایکس باکس، سری اس او ایکس، پلی استیشن 5 و آره دیگه همیناست، پی سی هم که گفتم. ژانر بازی آر پی جی، نمراتش متا 92 از 100، گیم اسپات 96 از 10، 96 دهم از 10. DLC تانکیو، این DLC تازه اومد، یعنی تو مراسم گیم آوارز معرفی شد. من زمانی که داشتم این ارائه رو میساختم مثلا این DLC وجود نداشت، من زده بودم DLC ندارد. بعد که دیگه حالا این مراسم اومد و اینا DLC تانکیو اومد که من هنوز خودم بازی نکردم، ولی فکر میکنم محتوای داستانی خاصی نداره و بیشتر یک حالت تشکر از هواداران و طرفداران داره که یک دنیای جدید معرفی میشه، یک بخش قابل بازی جدید توی اون دنیا باز میشه و میتونیم بریم اونور و خیلی جذابیت بصری بالایی داره و حالت عکاسی هم ظاهرا به بازی اضافه شده.
حجم بازی 41 تا 55 گیگ بستگی به پلتفرمی که توش بازی میکنین داره. رو پی سی که من خودم بازی کردم فکر میکنم 41 یا 42 گیگ بود. حالا با دی ال سیش که بخواین نصب کنین جدید اومده شاید حجمش بیشتر بشه، اونو من در نظر نگرفتم. و سیستم مورد نیاز برای کسایی که میخوان با پی سی بازی کنن، یک i7 8700K، رم 8، جی پی یو 1060 یا RX 5600 XT برای کسایی که AMD دارن. این سیستم حداقل سیستمیه که نیاز داریم برای بازی کردن. خب این از معرفی کلی بازی، مشخصات فنی بازی، سازنده و سال و فلان و اینا که خدمتتون گفتم. بریم سراغ داستان بازی. یک چیزی اول کار بگم قبل از شروع داستان بازی. ببینید مثلا شما کارهای آکادمیک و کارهای حرفه‌ای، کاری که برای مخاطب ارزش قائله، وقتی اینها رو نگاه میکنید میبینید که بخش بندی شده، منظمه و کار حرفه‌ای جلوه میکنه. مثلا یک سمفونی چندین موومان داره و تو هر موومان پرده کشیده میشه، پرده باز میشه، حالا به انتخاب اون نوازنده ها و اینا به هر شکلی کار قطعه بندی شده. به مخاطب، به شنونده این فرصت رو میده تا پردازش کنه، تا در موردش فکر کنه و چه میدونم چجوری بهتون بگم، یک جورایی کار لطیف پیش بره و هیجان کاذب به کسی نمیدن. و خب تو تئاتر هم میبینین، تئاترای بزرگ، حتی تئاترای کوچیک، پرده داریم، پرده اول، پرده دوم، سکانس اول، سکانس دوم. کارهای حرفه‌ای کلا کارهایی هستن که نظم بندیشون یک حالت تقطیعی داره، یک مثلا از اینجا قطع میشه به اونجا وصل میشه. و این بازی انقدر هنرمندانه اومده این کارو کرده که لذت میبریم. و اینجوری نیستش که مثلا در دل خود بازی کارگردان این کارو کرده باشه که مثلا بیاد یک بخش جدا کنه بعد مثلا خودش تصمیم بگیره مثلا وارد بخش بعدی بشه و شما متوجه نشی. نه، این بازی دقیقاً میاد سفر رو سیاه میکنه، مینویسه پرولوگ، سفر سیاه میکنه، مینویسه اکت اول، اکت دوم، اکت سوم و دقیقاً مثل یک تئاتر، مثل یک نمایش حرفه‌ای با شما، مثل یک مخاطب حرفه‌ای با شما برخورد میکنه و خیلی لذت بخشه. بازی ابتدا که شروع میکنین وارد یک پرولوگ میشید. پرولوگ حالا پرولوگ در واقع گفته میشه چون تلفظش سخته میگم پرولوگ. اینجوریه که شما وقتی وارد یک داستانی میشین، پرولوگ میاد دنیای اون داستان رو برای شما توضیح میده، یک سری مواد اولیه بهتون میده، یک سری توضیحات اولیه بهتون میده تا بدونین که تو چه جهانی سر کار دارین، با چه جهانی سر کار دارین، با چه گیم پلی، با چه شخصیت ها و کلا با این دنیا چگونه باید تعامل کنین. در واقع پرولوگ بعد اینا رو براتون توضیح میده و بازی به صورت خیلی هنرمندانه وارد پرولوگ میشه. پرولوگ بازی حالا باز داستانش رو براتون توضیح میدم. بعد که پرولوگ تموم میشه وارد اکت 1 میشین که بازی 3 تا اکت مختلف داره و 2 تا اپیلوگ. اکت اول اکت گوستاو هستش که تمرکز اصلی بازی روی شخصیت گوستاوه و در مورد فلسفه وجود تیم اکسپدیشن صحبت میکنه. و اکت دوم اکت ورسو هستش که باز تمرکز روی شخصیت ورسوه و بازآفرینی روابط داخل تیم. اکت سوم اکت مائله که محل رخداد عمده پیچش‌های داستانیه و داستان اونجا خیلی دیگه گرو میخوره. و علاوه بر این 3 تا اکتی که خیلی طولانی هستن، 2 تا اپیلوگ هم داره که اپیلوگای خیلی مهمی هستن. اپیلوگ آلیسیا و اپیلوگ آخر بازی که باید سرنوشت بازی رو شما تعیین کنید اونجا. حالا اپیلوگ چیه؟ اپیلوگ مثل پرولوگ که گفتم میاد جهان بازی رو برای شما توضیح میده، حالا جهان داستانی یا هر جا که باشه، تو هر کانسپتی که باشه، پرولوگ میاد اون ابتدای کار رو براتون توضیح میده. اپیلوگ زمانی میاد که شما از اکت 1 میخواین برین اکت 2، اما توی اکت 2 قرار اتفاقات سنگینی بیفته یا مثلا توی اکت 1 اتفاقات سنگینی افتاده. برای اینکه این مسیر یهو تقطیع نشه، شما یهویی وارد اکت بعدی نشین، یهویی وارد بخش بعدی داستان نشین، اپیلوگ میاد و یک مسیر همواری میسازه، میاد یک سطح شیبدار خوب درست میکنه براتون. یا اگر که برعکسش هم میتونه باشه، مثلا داستان خیلی ساده بوده حالا قرار یهویی پیچش پیدا کنه، اپیلوگ میاد یک پیچش ریزی بهتون میده، یک توضیحی در مورد پیچش بعدی بهتون میده تا شما وقتی وارد اکت میشین توانایی پذیرش اون رو داشته باشین، ذهنتون آماده باشه برای پذیرشش. و این بازی میگم باز خیلی هنرمندانه اومده این کارو کرده، خیلی زیبا، واقعا کیف میکنین. اپیلوگ آلیسیا رو داریم که اپیلوگ آلیسیا در انتهای اکت 2 و محل ورود به اکت 3 شروع میشه و اپیلوگ آخر که دیگه کلا بازی رو میبنده براتون کلا.
و اینا بخش بندی های بازی است. حالا بریم سراغ اکت یکمون. اکت یک رو یک توضیح ریزی بدم خدمتتون. اکت یک که اسمش گوستاو بود و خب در مورد شخصیت گوستاو، عکسش هم می‌بینین اینجا که یک شخصیت ظاهر شادابی داره و توی بازی هم حالا اینو متوجه میشین که چجور شخصیتی داره. شخصیت دلنشینی داره و خیلی باش خوب میگیرین همون اول بازی. حالا این چیزایی که به ما میده توی پرولوگ بازی، من اکت یک و پرولوگ اول رو یک جا در نظر گرفتم براتون آوردم. بهتون توضیح میدم کجا خارج میشیم از پرولوگ و وارد اکت یک میشیم. بریم ببینیم که این پرولوگ چی به ما میده اول بازی. در مورد گوستاو، چون اسم اکت گوستاوه، یک سری اطلاعات کلی ما میده. اطلاعاتی که میده روابط خانوادگی، انگیزه تشکیل گروه، نحوه ارتباط با جهان بازی و سیاست‌های فکری. حالا اینا رو من تو داستان براتون توضیح میدم، ولی نحوه این اطلاعاتی که پرولوگ بهتون میده اطلاعات کلیه، ولی خب یک بخش پیشبرد داستان هم داریم توی پرولوگ. حالا چجوری داستان پیش میره؟ رخ دادن گماژ و عازم شدن تیم اکسپدیشن. شما همون اول بازی میبینین که در نقش گوستاو وارد بازی میشین، با جهان بازی تعامل میکنین. اینجا نمیخوام داستان کامل توضیح بدم، فقط یک اشاره های ریزی میکنم تا کسایی که بازی کردن داستان دستشون بیاد و یک حالت تحلیل و بررسی داشته باشه. شما میرین جای صوفی، با صوفی آشنا میشین، با مائل آشنا میشین، با خواهر گوستاو آشنا میشین. میبینین که خب گوستاو یک خانواده داره، خواهر ناتنی داره، خواهر تنی داره، یک معشوقه داره و یک سری شاگردا هستن که تو طول بازی میبینینشون که میان با شما صحبت میکنن، ازتون میخوان که براشون خاطره بنویسین از سفری که خواهید داشت و میفهمین که گوستاو یک عقبه‌ای داره، گوستاو یک شخصیتی داره که چند نفر روش حساب میکنن و با همه رفتار خوبی داره، آدم خوبیه کلا. و اونجایی که شما با صوفی میریم به بندر، تو بازی میگن هاربور، میریم به بندر، اونجا گماژ رخ میده، نقاش بلند میشه، عدد 34 رو پاک میکنه، عدد 33 رو مینویسه و عرضم به حضور شما که عاشق تو بغل معشوق میمیره، پدر تو بغل فرزند میمیره و مادرهایی که بچه‌هاشون رو ول کردن. صحنه خیلی غم انگیزی. موسیقی متن بازی شاهکاره اونجا، یعنی همه جا شاهکاره در واقع. موسیقی متنش اونجا خیلی موسیقی میگیره شما رو و این میشه بخش اول پرولوگ ما که به شما میگه آقا تو جهانی دارین زندگی میکنین توی این بازی که این جهان یک نقاشی داره که پا میشه یک عددی مینویسه و کسایی که تو اون سن هستن، عدد 33 رو مثلا نوشته، کسایی که تو سن 33 سالگی هستن همشون محو میشن، همشون از دنیا میرن و میبینین کسایی که اون دور و برشون هستن خیلی عادی با این قضیه برخورد میکنن. اول سوگواری و عزاداری میکنن ولی خیلی ساده ازش میگذرن و انگار عادت کردن به این داستان، به این قضیه که هر سال هر کسی یک سری از عزیزانش رو از دست بده. و بخش بعدی که تو نحوه پیشبرد داستان داریم برخورد با رنوار و پیدا کردن امارت. خب شما زمانی که وارد بازی میشین این گماژ رخ میده، بعد میفهمین که تیمی وجود داره به اسم تیم اکسپدیشن که اینا میان کسایی تشکیل شده که سال بعد قرار 32 سالشون باشه و خب میدونن که سال بعد عدد 33 قرار پاک بشه و 32 نوشته بشه. کسایی هستن که سال بعد 32 سالشون میشه و قراره بمیرن، پس میان به زندگیشون معنا میبخشن، میان در مقابل این سرنوشتی که زندگی براشون در نظر گرفته شورش میکنن. میگن که آقا ما این زندگی، ما داریم پیامی به این زندگی میدیم و هیچ پیامی نمیگیریم و فقط مرگو میگیریم و خدای ما که تنها کسی که اونجا نشسته همون خانوم داره فقط ما رو میکشه، پس ما خودمون شورش میکنیم تا به زندگیمون معنا بدیم، تا دنبال معنا بگردیم و معنا رو بسازیم. اونجاست که سوار کشتی‌ها میشین، میفهمین که شما کسایی هستین که سال بعد قراره بمیرین، ولی خب یک تفاوتی با بقیه گروه‌های اکسپدیشنی که قبلا اعزام شدن دارین و اونم اینه که یک دختری همراهتونه به اسم مائل که خواهر ناتنی گوستاوه و اون 19 سالشه و قرار نیست سال دیگه بمیره، اما دوست داره برای کمک کردن به این گروه، برای کمک کردن به شهر لومیر بیاد با شما هم سفر بشه و بتونه یک فایده‌ای داشته باشه. و این تفاوتی که این گروه با گروه‌های دیگه داشته و داره که تو بازی حالا باز بیشتر باش برخورد می‌کنیم. زمانی که سوار کشتی میشین و حرکت می‌کنین میرسین به یک ساحلی که اونجا پیاده میشین و می‌خواین مسیرتون رو ادامه بدین، ولی خب با یک پیرمردی برخورد می‌کنین که اونجا نمیدونین اسمش رنواره، حالا بعداً می‌فهمین. اونجا با یک پیرمردی برخورد می‌کنین که خب عجیب پیر باشه،
به خاطر اینکه توی حادثه گماج همه میمیرن، یعنی مثلا عدد 34 33 35 هر چی نوشته میشه همون سن میمیرن. و اینکه یک نفر سنش بیشتر از بقیه باشه عجیبه که از اون حادثه جون سالم به در برده. و کاپیتان کشتی میره جلو بهش میگه که خب تو چرا سنت بالاه، چجوری جون سالم به در بردی؟ و اون خب همونجا درگیری رخ میده. اون همون آقای رنوار همه رو میکشه، از دم تیغ میگذرونه و یک عده کمی زنده میمونن که اونم شانسیه. و شما در نهایت در نقش گوستاو از خواب بلند میشین. از خواب که نه، در واقع بیهوش شدین تو میدون جنگ. در نقش گوستاو بلند میشین و اونجا محلیه که اکت 1 شروع میشه. تازه شما از پرولوگ خارج میشید، در قالب تیم اکسپدیشن رو درک کردین، روابط خانوادگی رو درک کردین، انگیزه تشکیل گروه رو درک کردین، نحوه ارتباط با جهان بازی رو درک کردین و سیاست‌های فکری رو در ادامه همین اکت 1 درک خواهید کرد زمانی که برخورد گوستاو و لونه رخ میده. و عرضم به حضور شما که اینجا با رنوار برخورد میکنید. با رنوار برخورد میکنید، وارد اکت 1 میشید و خب در نقش گوستاو از خواب بلند میشید و همینطور که دنیای بازی قدم میزنید یک سری جنازه هایی میبینید که از اکسپدیشن های قبلی به جا مونده. اونجا گوستاو دچار فروپاشی میشه و قصد خودکشی میکنه، به خاطر اینکه تمام کسایی که باشون اومده توی کشتی با همراه اون بودن همه مردن و فقط این یکی مونده انگار از نظر خودش. و جنازه هایی رو میبینه که به تعفن افتادن، سوختن، تیکه تیکه شدن از اکسپدیشن های قبلی و فروپاشی رخ میده و همونجا میشینه که خودکشی کنه. زمانی که میشینه تا خودکشی کنه، لونه میاد کنارش میشینه. لونه یکی دیگه از شخصیت هایی که نجات پیدا کرده میاد کنارش میشینه و بهش میگه که تو اگر خودتو بکشی در واقع جفتمون رو کشتی، چون که من تنهایی نمیتونم تو این دنیا زنده بمونم، تو هم تنها نمیتونی زنده بمونی، ولی اگر با هم دیگه باشیم شاید بتونیم کاری بکنیم. و اینجا باز بحث اون سیاست فکریه که در ادامه حالا باز بیشتر باهاش آشنا میشیم که خیلی اینا به تیم اعتقاد دارن. در طول بازی هم زیاد باش برخورد میکنین که همه کاراشون دوست دارن در قالب یک تیم باشه، کسی تنها نباید بره، یا اگه همه مردن حتی یک نفر مونده بود بعد ادامه بده به خاطر اون تیمی که پشت سرش بودن و مردن، یعنی به کار اونا معنا بده و اینجور داستانا. خلاصه اونجا لونه رو پیدا میکنید. لونه به فرانسوی میشه ماه فکر کنم، اگه حالا درست یادم باشه. لونه به فرانسوی میشه ماه. اونجا لونه رو پیدا میکنید، با هم دیگه یک سری مراحل طی میکنید، یک سری مراحل طی میکنید و میفهمین که میرسیم به جایی که یک ستونه و رو ستون نوشته من مائل هستم، اینور بفرمایید. و اونجا لونه میگه این تله نباید بریم، ولی گوستاو چون که مائل رو خیلی دوست داره و خب خواهر ناتنیشه میگه من میرم، من دوست دارم برم و تو هم نمیتونی جلومو بگیری و خودت قوانین تیم رو میدونی. قوانین تیم، قوانین کلا سیستم ما یعنی که کسی نباید تنهایی جایی بره و اگه تو با من نیایی در واقع قوانین رو شکستی. و خب اونجا از خود اخلاقیات لونه که یک آدم خیلی هدفمند و منظمه استفاده میکنه تا اونو دنبال خودش بکشونه، در واقع سوء استفاده میکنه. و اونجا میرین و امارت رو پیدا میکنین. امارت رو که پیدا میکنین مائل رو پیدا میکنین. مائل بهتون میگه که باید بریم به یک سمتی که حالا باز در ادامه بهتون میگم. بخش بعدی میشه جمع‌آوری اعضای تیم و پیدا کردن اسکیه. شما و لونه و مائل هستین، الان 3 نفر شدین، تیمتون 3 نفره شده و مائل بهتون میگه باید بریم دهکده جسرال ها، از دهکده جسرال ها بریم به یک سمت دیگه ای که حالا داستانای خودشو داره، خیلی جای زیباییه، حالا در ادامه بررسی میکنیم با هم دیگه. از دهکده جسرال ها که رد میشید میرسید به غار اسکیه. اونجا اسکیه رو پیدا میکنید و توی همین مسیرتون یک نفر دیگه از اعضای گروه که باقی مونده به اسم سیل، اونو هم پیدا میکنین که اونم شوهرش رو از دست داده و بچهش مونده که بچهش توی لومیره و خودش دنبال اکسپدیشن اومده که شاید بتونه یه کاری انجام بده و اونم داستان قشنگی داره. آدم خیلی صادقیه تو بازی، به صداقت معروفه تو بازی. حالا میبینین جایی که میرسه، جایی که نیاز به صداقت هستش، این سیله که میره جلو. و عرضم به حضورتون که اونجا اسکیه رو پیدا میکنین. برای شنا کردن به اسکیه نیاز دارید. اسکیه یک موجود توپل خیلی خوشحالیه که اهل رقص و اهل آواز خوندن، خیلی خوشحال همیشه و خیلی هم قدرتمنده. خلاصه تیمتون جمع آوری میشه، اسکیه هم پیدا میکنین. ولی یک داستانی که داره اینه که اسکیه بهتون میگه من نمیتونم شنا کنم، برای اینکه برسونمتون به اون جزیره که شما مقصدتون از اون وره، یک سنگی من دارم، بعد این سنگو بهم برسونین تا من بتونم به واسطه این سنگ شنا کنم و شما رو ببرم. این سنگ یک جایی حالا باید بریم پیداش کنین، داستان داره، باس فایت داره
باس فایت رو شکست میدین و سنگو میدین به اسکیو، اسکی میفته تو آب، میگه بپرین رو من که شنا کنیم بریم. شما هم روی یک صخره‌ای هستین و اونجا لونه و سیل میپرن روی اسکیه و گوستاو و مایل بالا میمونن و دارن با هم دیگه صحبت میکنن تا برن پایین که اونجا دوباره سر و کله رنوار پیدا میشه و میرسیم به بخش بعدی داستانمون که میشه دومین دیدار با رنوار و مرگ گوستاو. که توی اون صحنه خب لونه و سیل پایین هستن، مایل و گوستاو بالان و گوستاو یک درگیری تن به تن با رنوار داره که در نهایت رنوار اون رو از بین میبره، میکشش و خیلی صحنه سختی، خیلی صحنه بدیه. مایل جیغ میزنه، خون میپاشه و کسی رو از دست میدین که یک عقبه کامل ازش دارین، یک خانواده‌شو میشناسین، معشوقه‌شو میشناسین، به واسطه اون با جهان بازی آشنا شدین و بازی تو همون اکت اول که اکت گوستاو هم هستش، گوستاو از شما میگیره، در نهایت با گوستاو شروع میشه و با گوستاو هم تموم میشه. اکت یک اونجا به نقطه اوج خودش میرسه، گوستاو از بین میره و شخصی وارد بازی میشه به نام ورسو. ورسو توی اون مبارزه در نهایت که گوستاو کشته میشه، بعد ورسو میاد و مبارزه رو ختم به خیر میکنه و ختم به خیر که نمیشه، در واقع مایل رو نجات میده از اونجا. مایل رو میبره و یک نفر وارد داستان میشه که اصلا هیچ شخصیت، هیچ عقبه‌ای ازش ندارین. یعنی در قبال از دست دادن گوستاو شما ورسو رو به دست میارید ولی ورسو هیچ شناختی ازش ندارین. یه هوی همینجوری سلام علیکم من وارد داستان شدم اینجوری میاد تو. وارد اکت دوم میشیم. و چیزی که اکت دوم به ما میده، اطلاعاتی که به ما میده همون اول کار، مثل همون پرولوگی که مثلا اکت یک داشت، این نداره، همچین توضیح به ما نمیده اصلا و هیچ توضیحاتی وجود ندارد. ورسو همینجوری اومده، نمیدونیم کی هست چی هست، چرا اینقدر شبیه گوستاو اصلا، رو چه حساب، همه مرداشون این شکلی هست و هیچی دیگه. همجوری خام یهویی با یک غم بزرگ مواجه شدیم که یک شخصیتی اومده تو داستان، معلوم نیست کی هست چی هست و میریم سراغ نحوه پیشبرد داستان که ببینیم تو این اکت داستان چطور پیش میره. سوگواری برای گوستاو و ورود مکانیک های جدید به بازی. زمانی که ورسو میاد توی بازی، چون شخصی که با اون دنیا نسبت به شما بیشتر آشنایی داره، یک سری مکانیک مبارزاتی جدید میاره به اسم گرادیان اتک ها، که گرادیان اتک ها اصلا مثل بقیه کامبت ها نیستش که مثلا شما با ایکس پی تون با کرومایی که تو بازی جمع کردین برین مثلا اون حرکت رو بخرین، اون حرکت رو بگیرین. خیلی جالبه. گرادیان اتک ها در قبال این به شما داده میشه که شما آشنایی بیشتر داشته باشین. یعنی با ورسو برین مثلا با مایل بیشتر صحبت کنیم، با ورسو بریم با لونه صحبت کنیم، با ورسو بریم با سیل صحبت کنیم و هر چقدر این ارتباط دوستانه محکم تر بشه، شما قدرت های گرادیان اتک بیشتری به دست میارید و خیلی جالبه که یک سیستم به دست آوردن قدرت، یک سیستم اتک خیلی قوی که قوی ترین اتک های تو بازی همین گرادیان اتک ها هستن، نه به واسطه اسکیل، نه به واسطه ایکس پی، نه به واسطه مثلا چه میدونم پول و اینجور چیزا، به واسطه دوستی شما به دست میاد و این خیلی جذابه. من تا حالا جای دیگه ندیده بودم همچین چیزی تو بازی دیگه، یا اگه دیدم خاطرم نیست ولی خیلی برام جذاب بود. و ورسو بهتون میگه برای که به مسیرتون برسین، برای که به اون نقاش برسین تا بتونین باش مبارزه کنین، باید از جایی رد بشین به اسم فورگاتن بتلفیلد. فورگاتن بتلفیلد یک محلیه که یک انگار اسمش روشه دیگه، میدان مبارزه فراموش شده انگار. و ورسو بهتون میگه اگر به اونجا بریم، اونجا مبارزان خیلی قوی هستن، کسایی هستن که نمیشه ازشون خیلی راحت رد شد، ولی یه جای قشنگی هم هستش که مناسب خاک کردن گوستاو و سوگواری کردن برای اونه، که میرین و یک درخت خیلی خوشگلی اونو پیدا میکنین، زیر اون سوگواری میکنین، از فورگاتن بتلفیلد هم رد میشین و میرسیم به بخش دوم داستانمون. بخش دوم داستان پیدا کردن مونوکو و گسترش تیمه. حالا مونوکو کیه؟ مونوکو یکی از دوستای ورسو هستش که اونم اتفاقا جستراله و جسترال ها خب یکم آدمای شوخ و شنگی هست، آدم که نیستن، در واقع یک سری موجودات شوخ و شنگی هستن که از خیلی قبلتر بودن و تونستن از این حادثه گماژ جون سالم به در ببرن، تونستن تمدنی درست کنن که با این گماژ، با این اتفاقی که هر ساله داره رخ میده بتونن زندگی کنن. یکی از دوستای ورسو از این جسترال هاست. میریم و اونو پیدا میکنین، یک مبارزه ریزی داره، با هم دیگه انجام میدیم و باز کسی به گروهتون اضافه میشه که یک سیستم جدید مبارزه‌ای میاره براتون و شما دائما شاهد تغییر و تحول سیستم مبارزه بازی هستین. دائما کارتون پیچیده‌تر و نه که سخت‌تر، راحت‌تر میشه در واقع براتون، حتی در اولش، ولی خب بعدش سخت‌تر میشه
مونوکو میاد. مونوکو قدرتاش اینه که میتونه از خود قدرت انمیای شما یا همون نورون ها توی بازی بر علیه خودشون استفاده کنه و خیلی جذابه. اون میاد وارد بازی میشه و تیمتون گسترده تر میشه. بخش بعدی داستان میشه مبارزه با آکسون ها. حالا اکسون میگن، آکسون میگن، من بهش میگم آکسون ها. مبارزه با آکسون هاست که خیلی جذابه. یعنی یکی از شگفتی های بازی این آکسون ها هستن که 2 تا آکسونن که شما باید اینا رو شکست بدین تا کروماهای زیادی به دست بیارین و کروماها رو باش یک سلاح بسازین که بتونین دیوار کروماتیک بشکنین که وارد اون مولولیس بشین و با نقاش مبارزه کنید. و کسایی که بازی کردن واقعا درک میکنن اون آکسون رقصان، اون آکسونی که بر اساس چهره هاست، خنده، گریه، غم، خشم و اون موجوداتی که دائما دارن میرقصن، محو رقصیدن شدن و شما باید اونا رو شکست بدین، خیلی جذابه و واقعا حماسی طراحی شدن. حالا اونا رو که شکست میدین، کروما رو که به دست میارین، سلاحو که میسازین، دیوار کروماتیک رو میشکنین، وارد مونولیت میشین و در نهایت با نقاش روبرو میشین که بخش آخر داستانمونه، روبرویی با نقاش. با نقاش روبرو میشین. اونجا یک مبارزه رخ میده، مبارزه احساساتی هم هستش. حالا کسایی که بازی کردن میدونن یک سری داستان پشتشه و خیلی آخرش غم انگیز تموم میشه و شما نقاش رو از بین میبرین. خیلی میگه داستان تموم شد دیگه، نقاش از بین رفت و دیگه قرار نیست گماژ رخ بده. پس خوش و خورم دوباره با اسکیه برمیگردیم به لومیر، به همون شهری که ازش اومدین. مردم همه خوشحال، جشن فلان که آقا دیگه ما بردیم، دیگه نقاشی وجود نداره، ما دیگه آزاد شدیم. که ناگهان همون جوری که همه خوشحالن یه گماژ خیلی عظیمی رخ میده دوباره بدون اینکه عددی نوشته بشه و تمام کسایی که اونجا بودن همشون میمیرن. یعنی اصلا دیگه فرقی نداره که چه سنی داره، بچه، پیر، بزرگ، زن، مرد، هرچی، همه میمیرن. و خب همه شوکه میشن که از اینکه چه اتفاقی داره میفته. ولی بعضیا شوکن، بعضیا در آرامش کامل چشماشون رو میبندن و منتظر مرگ میشن. و اینجا مائل هم میمیره. اینجا مائلی که 19 سالش بود اومد تو این گروه و اینا، اونم میمیره و بعد داستان دیگه بیشتر میره سراغ اون. و خب یک توضیح بهتون بدم، تو کل داستان بازی که من براتون گفتم تا اینجا، دائما توی بازی، توی کمپتون که میرین تا مثلا سلاحاتون رو تقویت کنین، یک نفر به اسم مسکد وومن میاد باهاتون صحبت میکنه. مسکد وومن نمیدونین که یک خانومیه که یک ماسکی داره و دائما فقط توی رویاهای مائل میاد، فقط مائل اونو میتونه ببینه. و همراه اون مسکد وومن همراه با رنوار میاد، با اون پیرمرده که همه رو کشت. همراه با اون میاد و شما اصلا نمیدونین اینا کیان. حتی مائل چند بار پنیک میکنه از ترس دیدن اینا. و خب اصلا تا اینجا شخصیت مبهمی بوده تو بازی و تا آخر بازی هم مبهم میمونه یک مقدار. خب بریم حالا سراغ بخش بعدیمون که اینجا اکتمون تموم میشه، وارد اپیلوگمون میشیم. اپیلوگمون قرار مسیر ما رو نسبت به اکت بعدی یکم هموارتر کنه یا یکم پیچیده‌تر کنه که حالا میبینیم با هم دیگه. فقط قبل از این که توضیح بدم باید بدونین که این بازی عرضم به حضور شما که از هر شخص، از هر کسی که تو بازیه چندین که نه در واقع 2 یا 3 مثلا طرح مختلف داره. یک نیمه روشن، یک نیمه تاریک، یک خوب، یک بد، از رنوار، از نقاش، از هر کسی که بگیرین تو بازی. کسایی که مهمن معمولا 2 وجهی هن. ولی یک نفر هست تو بازی که 2 وجهی نیست، چند وجهیه. حالا که اسمش آلیسیاست در واقع. حالا با هم دیگه بررسی میکنیم که اسم اپیلوگ هم اسم همونه. بهتون گفتم یک نفر هست تو بازی مثل مسکد وومن که مثل رویا میاد و مثل رویا میره و تأثیر خاصی هم تو بازی نداره. فقط یک حالت آگاهیه، یک حالت ضمیر ناخودآگاه در واقع. و نفر بعدی که ما داریم مائل، پینتد مائل نقاشی شده. و اینجا میفهمین که حالا تو موقع وارد شدن به این اپیلوگ متوجه میشین که اون مسکد وومن در واقع همین مائله، نیمه دیگری از مائل در واقع. یک مائلی داریم که شاداب و خوشحاله، همین که عکسشو میبینین دومیه. و اون مسکد وومن یک نیمه تاریک‌تر، نیمه زجر کشیده و نیمه اندوه دیده مائل در واقع. و خب میبینی که توی بازی اون گماژ کلی که رخ میده و همه میمیرن، خب مائل هم اونجا میمیره و تموم میشه و شما در نهایت دوباره در نقش مائل بیدار میشین. ولی خب مائل که مرده بود، در نقش مائلی بیدار میشین که ریل مائل واقعیه. توی یک دنیای دیگه از خواب بلند میشین و میبینین که یک نفر دائما داره صداتون میکنه. خب این میره دنبال صدا و در طول همین مسیر متوجه میشین که صورتتون یک برش کاملا سوخته
و صدای مائل اصلا در نمیاد و انگار دچار یک حادثه‌ای شده و میرین دنبال صدا، میرسیم به خواهرش، به کلیا. به کلیا که میرسیم، کلیا براتون یک توضیحی میده که دقیقاً این توضیح نقش اپیلوگ رو ایفا میکنه. در واقع ذات اپیلوگ اون توضیحات کلیاست. کلیا بهتون میگه که یک گروهی وجود دارن به اسم نقاش‌ها و یک گروهی وجود دارن به اسم نویسنده‌ها. خانواده اینا، خانواده دیساندره، در واقع خانواده نقاش‌ها هستن و نقاشی‌هاشون هم اینجوریه که یک بوم میذارن جلوشون و غرق اون بوم نقاشی میشن و نقاشی رو میکشن و از بوم خارج میشن. یک سیستم دنیاشون اینطوریه. و یک گروهی وجود دارن به اسم نویسنده‌ها که بهتون گفتم و ظاهرا با همدیگه یک دشمنی دارن، نقاش‌ها و نویسنده‌ها. و مائل چند سال پیشا به واسطه یک اختلافی که پیش میاد، به واسطه، حالا نمیدونم تو داستان بازی توضیح خاصی نمیده، به واسطه یه سری اتفاقایی که میفته و مائل تو اون دخیل بوده، نویسنده ها میان خونه نقاشا رو آتیش میزنن و توی اون آتیش یک نفر میمیره و اون کسی نیست جز ورسو. ورسو کی بوده؟ ورسو داداش مائل بوده که میبینه مائل توی آتیش داره میسوزه، نصف صورتش میبینی که سوخته است و حنجرش هم از دست داده. اینا تو آتیش سوزیه. مائل داره آتیش میگیره که ورسو میاد اون نجات بده و خود ورسو تو آتیش میسوزه. و داستان بازی اینجا یکم پیچیده میشه، یکم دارک میشه، یکم غم انگیز میشه و میفهمین که ورسو در واقع داداش مائله و مائل اینو نمیدونسته و حالا که از خواب بلند شده متوجه این میشه. یعنی شما تو بازی متوجه این میشین. و در ادامه کلیا بهتون میگه که پدر و مادر توی نقاشی هستن، دارن با هم دیگه مبارزه میکنن. اون تو هم بیا برو، اگه میخوای برو تو نقاشی دوباره. و اونجا که برمیگردین پدر مادر رو میبینین که مادر آلیناست. حالا آلینا کیه؟ آلینا همون نقاشیه که پا میشد عددا رو مینوشت، عددا رو پاک میکرد و مردم رو از بین میبرد. مادر مائل کسیه که نقش نقاش رو داشت ایفا میکرد توی اون داستان اصلی بازی. و پدرش که پدرش رنواره، همون کسی که تو بازی بود داشت همه رو از دم تیغ میگذروند و اینا. و خب اینجا دیگه خیلی پیچیده میشه که رنوار اونجا چیکار میکنه، مادرش چرا اینا رو میکشته اصلا. و اونجا شما دوباره در نقش مائل وارد بازی میشین، ولی خب مائل اینجا آگاه شده، میدونه که یک نقاشه دیگه، یک شخصیت تو بازی، یک شخصیت فرضی نیستش که نتونه کاری انجام بده و فقط تو اون دنیا جریان داشته باشه، بلکه میتونه در اون دنیا تاثیرگذار باشه. پس زمانی که شما وارد بازی میشین اینجا در نقش پینترس مائل وارد بازی میشین، در واقع مائل نقاش، مائلی که آگاهه و با یک لباس متفاوت، با رنگ موی متفاوت و با حتی اخلاقیات متفاوت. زمانی که با این مائل وارد بازی میشین، مائل خیلی خشمگین‌تر، خیلی جدی‌تر و انگار هدفمندتر داره به زندگیش نگاه میکنه. و هدف شما چیه؟ هدف شما اونجا میفهمین که اینه که پدرتون رو از نقاشی بندازین بیرون. و اینجا حالا یک گفتم تئوری بررسی نمی‌کنیم، ولی یک چیزی که اینجا وجود داره، میگن که مادر آلینا در واقع وارد اون نقاشی شده. به خاطر این چرا وارد اون نقاشی شده؟ به خاطر اینکه اون نقاشی تنها چیزیه که ورسو باقی مونده. ورسو هم نقاش بوده و یک نقاشی نیمه کاره‌ای داشته که بعد از مرگش مادرش برای اینکه از اندوه، از غم سوگواری پسرش فرار کنه و انقدر این قضیه براش سخت بوده که وارد نقاشی پسرش میشه و دنیایی که پسرش نصف نیمه خلق کرده بوده رو سعی میکنه کاملش کنه، سعی میکنه بسازه اونو تا حداقل وجود پسرش رو توی نقاشی حس کنه. اما پدرشون که رنوار باشه میبینه این مادر غرق نقاشی شده و این غرق شدن در نقاشی به حدیه که اونجا گیر افتاده، نمیتونه بیاد بیرون. انگار مادر ورسو در غم از دست دادن پسرش گیر کرده، نمیتونه از اون خارج بشه و حالا این گیر کردن به واسطه موندن توی نقاشی بوده. به هر حال پدر وارد نقاشی میشه، همون آقای رنوار، که سعی کنه مادر رو از نقاشی بکشه بیرون. پس این مادر آلینا چیکار میکنه؟ برای اینکه این پدر رو متوقف کنه، این رنوار رو متوقف کنه، میاد هر سال یک عدد مینویسه و یک سری موجوداتی که توی اون دنیا وجود دارن رو محو میکنه. برای چی؟ در واقع این نوشتن و محو کردن اونها یه جور هشداره که آقا زندگیتون در خطره، یک تو رو خدا بیا این سمت من، بیا این که یکی داره این تابلو رو از بین میبره، داره این دنیا رو از بین میبره. و خب کارش جواب داده. میبینین که با نوشتن اون عدد باعث شده تیمی به اسم اکسپدیشن تشکیل بشه و خب اونا اومدن و متوجه قضیه شدن و حالا میخوان رنوار رو بندازن بیرون تا اون تابلو و اون دنیای خیالی سالم بمونه. و خب اینجا خیلی غم انگیزه که میبینین یک مادر برای فرزندش تو چه حالتی گیر کرده و تو اون حالت داره دست و پا میزنه، داره آدمای دیگر رو از بین میبره. حالا آدم نیستن، نقاشی ان در واقع داره، ولی خب تو اون دنیا آدم حساب میشن
داره اونا رو از بین میبره تا بهشون هشدار بده که دنیاتون داره نابود میشه. و شما رفتین اون از نقاشی انداختین بیرون، فکر میکنین آدم بده، اون انداختین بیرون از نقاشی. و در تمام مدت ورسو همه اینا رو میدونسته، به خاطر اینکه ورسو شخصیه که صاحب نقاشی، در واقع تمام اون نقاشی مال ورسوه و وجود اون دنیا وابسته به وجود ورسو هستش. ولی خب چیزی نمیگه در طول داستان و آخر بازی حالا یک سری اتفاقا میفته. و خب این یک سری تئوریا هستش که به ذهن خودم رسید، حالا فکر میکنم اینطوری باشه و کسای دیگه هم مطرح کردن. حالا من زبان بازی کردن اینا به ذهنم رسید و خب نگاه کردم دیدم کسای دیگه هم توی یوتیوب و اینا این حرفا رو زدن و ظاهرا یک نتیجه کلیه، همه به این نتیجه میرسن که این در واقع کشتار یک کشتار بوده در واقع. خب از اینجا رد میشیم، میبینیم که مائل در قالب مائل پینترست وارد نقاشی میشه و میدونه که میتونه نقاشی کنه. حالا میاد چیکار میکنه؟ میاد دوباره تیمشو میسازه که اینجا وارد اکت سوم و اکت مائل میشیم، از اپیلوگ خارج میشیم. اطلاعاتی که به ما میده این اکت، اطلاعاتش به این شکله که من اسمش کلیش گذاشتم بازگشت به ریشه ها و بحث تولد دوباره مائله که بهتون گفتم با خلق و خوی متفاوت، با شکل و قیافه متفاوت وارد بازی میشه. بعد از اون روشن شدن علت وجود ورسوه که شما میفهمین آقا اون تابلو اصلا برای ورسوست، اون تابلو ساخته شده تا ورسو زنده باشه توش و اون مائل و مادرش در واقع غرق اون تابلو شدن برای اینکه اون داداشش رو دوست داشته و اون پسرش رو دوست داشته و هیچ کدوم نتونستن با واقعیت زندگیشون کنار بیان و خودشون رو توی یک خیال محو کردن، خودشون رو توی تابلوهاشون محو کردن، گیر افتادن و اون دنیا رو بیشتر از دنیای واقعی حتی دوست دارن. اطلاعات بعدی میشه توهم شیرین که الان بهتون گفتم دنیا رو اونجا رو بیشتر از دنیای اینجا دوست دارن و در نهایت اینکه آیا حقیقت داشت یا نداشت، اینکه توی اون دنیا آدما وجود دارن، شهر لومیر وجود داره، زندگی وجود داره و این سوال برای شما موقع بازی کردن پیش میاد که عشق و علاقی که اونجا بود واقعی بود یا نه. اون یک نقاشی بوده، یک تابلو بوده، ولی عشق داشت، علاقه داشت، گوستاو معشوقه داشت، خواهر داشت، مایل به یک سری علاقه داشت، عاشق شهرش بود. این عشق و این علاقه همش دروغ بود، این عشق و این علاقه همش کروماتیک بود، همش جوهر بود، همش نقاشی بود، یا چیزی بودش که واقعا به مائل معنا میداد، چیزی بود که واقعا به آلینا معنا میداد. و آیا وجود ورسویی که یک ورسوی تقلبیه و فقط تو دنیای نقاشیه، اون ورسو آیا میتونه نقش یک ورسوی واقعی رو ایفا کنه برای مادر و برای خواهرش؟ آیا واقعا همون معنایی که تو زندگی واقعیشون داشت اینجا هم داره یا نه؟ و اینجا خیلی سوالا پیش میاد که به خودتون دائما میگین واقعا حقیقت داشت یا نه؟ چی شد الان؟ حالا از این که میگذریم میریم تو نحوه پیشبرد داستان که میشه تیم اپ مجدد. زمانی که با مائل وارد داستان میشین تو اکت سوم یک تیم اپ مجدد میکنین. مائل اونجا دیگه نقاشه، میتونه خیلی چیزا رو بکشه. اونجا سیل و لونه که از بین رفته بودن دوباره نقاشی میکنه، دوباره اونها رو نقاشی میکنه و دوباره تیم خودش رو میسازه. و علاوه بر اونها شما در طول بازی خیلی از گروه‌های اکسپدیشن قبلی رو میبینین که افراد زیادی مردن، حالا به شکل‌های فجیعی مردن و تو طول بازی اونها رو مثلا تو ذهنتون اگه نگه داشته باشین میبینین که آخر کار مائل به عنوان نقاش برمیگره بالا سر اونها، بالا سر یک سریاشون بولتر بودن، برمیگره بالا سر اونها رو دوباره نقاشی میکنه، دوباره بهشون جون میده و از اونها یک لشکر درست میکنه برای حمله کردن به لومیر قدیمی که جایی که رنوار وجود داره و رنوار میخواد این نقاشی رو از بین ببره. پس باید برین رنوار رو بندازین بیرون تا این تابلوی نقاشی سالم بمونه، ورسو سالم بمونه، دنیایی که مائل بهش علاقه داره سالم بمونه و رنوار کسی که میخواد همه رو بندازه بیرون و میگه بیاین تو دنیای واقعی زندگی کنین، اینجا خیاله. حالا هم اون حق داره هم این حق داره، نمیدونم. این بحث آزادی باز پیش میاد که چرا رنوار میخواد آزادی اینا رو ازشون بگیره، اینا دوست دارن اینطوری زندگی کنن و خب رنوار کی این وسط که بیاد تعیین کنه واقعیت بهتر از خیاله یا خیال بهتر از واقعیت، یا اونا دارن اشتباه میکنن بیان تو دنیای واقعی با سوگواریشون کنار بیان، با غمی که دارن کنار بیان و این توهم رو ولش کنن. ولی خب اونا اینجا عشق و علاقه دارن و یک سری چیزای شخصی بیشتر و خب شما رو درگیر میکنه داستان و این خیلی جذابه. تیم اپ مجدد که انجام میدین، لشکر رو میسازین، اعضای گروه رو زنده میکنین که میشه دستکاری بنیادی ترین نیروی موجود توی اون تابلو جوهر و نقاشی و کروماست، اونجا بهش میگن کروما. و شما به واسطه تغییراتی که توی کروما ایجاد میکنین میتونین یک سری رو خلق کنین و یک سری رو از بین ببرین که اونجا مائل توانایی این کارو پیدا میکنه. بخش بعدی میشه به دنبال هدف در ویرانی.
شما توی بازی زمانی که در نقش اون مایل میاین، همه دنیا فروپاشی، در واقع کل اون بازی از اولی که شما شروع میکنین همه چیز در فرم فروپاشیده خودشه. ولی اینجا که میرین فروپاشی خیلی بیشتر شده، خیلی تسریع شده و یک سری موجودات خیلی عجیبی اومدن که اصلا اومدن برای خراب کردن و مثل نورون های قبلی نیستن که تو جزیره های مختلف پخش باشن، زندگی کنن و خوب و بد داشته باشن، حتی بعضیاشون بتونن مثلا حرف بزنن، تفکر کنن. اینجوری نیست، اونا فقط اومدن که نابود کنن و اونا کسایی هستن که رنوار خلقشون کرده. حالا باید برین توی این ویرانی، توی این شلمشودوایی که رخ داده بگردین دنبال رنوار و پیداش کنین و در نهایت اونجا که رنوار رو پیدا میکنین توی یک مبارزه نسبتا سختی رنوار رو از بین میبرین و خیلی اونجا احساسیه، خیلی صحنه دراماتیکیه، تراژدیکه، دراماتیکه، خیلی همه چی هست. واقعا خیلی سخت اون صحنه وقتی بازی میکنین و موسیقی متن هم داره پخش میشه و شما تمام عقبه داستان رو تو ذهنتون دارین، اونجا واقعا اتفاقات تلخی میفته و رنوار از نقاشی میره بیرون، میگه من دیگه نمیدونم چی کار کنم، فقط خودتون میدونین. ولی این زندگی واقعا به درد نمیخوره، پاشین بیاین تو واقعیت زندگی کنین. خلاصه رنوار از نقاشی خارج میشه و شما میمونین در نقش مایل هستین اونجا و ورسو. بعد به ورسو یهویی میاد میگه که من از این زندگی خسته شدم، من یک توهمم توی این نقاشی و شما همتون یک سری موجودات متوهمین و من خسته شدم، سالهاست توی این نقاشی هم، سالهاست دارم اینجا زندگی فیک انجام میدم، دیگه نمیخوام این زندگی. شما هم باید بریم تو زندگی واقعیتون و با واقعیت کنار بیاین. حالا شما با کمک خود ورسو رنوار رو انداختیم بیرون، حالا خود ورسو اومده حرف رنوار میزنه، میگه که آقا من اصلا کار ندارم که رنوار چی میخواست، من خسته شدم، من دیگه نمیخوام و میخوام این تابلو رو از بین ببرم. و اونجا شما باید تصمیم بگیرین که در نقش مایل ورسو رو شکست بدین و تابلوی نقاشی پابرجا بمونه، یا در نقش ورسو مایل رو شکست بدین و تابلوی نقاشی رو از بین ببرین و همه رو بندازین بیرون در که هر دو تا پایان در نهایت یکیش شاید خوشتر باشه ولی در نهایت جفتش به غم و اندوه و رنج بیشتر می انجامد. و حالا اونایی که میرن اگه انتخاب کنین که برین تو دنیای واقعی باید با سر قبر ورسو برین، باید عزاداری کنین، سوگواری کنین و خیلی سخته، صحنه های بدیه واقعا. و اگر که انتخاب کنین توی نقاشی بمونین، میبینین که مائل خوشحال از این که دوباره گوستاو رو خلق کرده، دوباره گوستاو معشوقه داره، نشستن موسیقی گوش میدن و دنیای شیرینی شده. اما مائل گیر کرده دیگه، مائل نمیتونه از اون نقاشی خارج بشه و دنیای واقعیش رو انگار گذاشته کنار. برای همین میگم در نهایت جفتش درد و رنجه و خیلی داستان بازی گیراست. حالا من گفتم یک نگاه کلی به بازی داشتم، به داستان بازی داشتم، اصلا قصدم بررسی داستان نبود، فقط این داستان رو آوردم تا اکتا رو بررسی کنم، بهتون بگم بازی چقدر منظم طراحی شده، چقدر اکتای خوبی داره، چقدر برای احساس مخاطب ارزش قائل شده و واقعا جایزه ها حقشه، حداقل از نظر من واقعا حقشه. حالا بریم سراغ یک سری چیزا که کمتر بهش توجه شده. این بخش داستان بازیمون بود. حالا میریم سراغ بخش نمادشناسی. نمادشناسی رو من به چند دسته تقسیم کردم که حالا دسته‌هاش یکم زیادم هستن. یک دسته‌اش ساختار عینی مونه که اول می‌خوایم اون رو بررسی کنیم. بعدش ساختار ذهنی مونه که تو ساختار عینی مون اشارات مستقیم و غیر مستقیم، جلوه‌های هنری و معماری رو داریم. تو ساختار ذهنیمون یک دیدگاه فلسفی داریم و یک دیدگاه اسطوره‌ای که حالا به نوبت هر کدوم رو بررسی می‌کنیم ببینیم که از این جهت‌ها چه معنایی بازی برای ما میتونه داشته باشه. بریم سراغ اشارات مستقیم و غیر مستقیم. این مجسمه که توی عکس می‌بینین، این مجسمه در واقع تو شهر لومیره، همون اول کار می‌بینینش و من اینو ببخشید که روم به دوربین نیست و به صفحه نگاه می‌کنم برای که بتونم بهتر براتون توضیح بدم. توی لومیر هستش این مجسمه. منو یاد یک چیزی انداخت که خواستم ازش عکس بگیرم و بهتون نشون بدم. حالا زوم کردم براتون، می‌بینیم که یک خانومی که نیمه برهنه هستش، خوش و خرم واسطاده، خوشحال، به حالت رقص ایستاده و لبخند روی چهرشه. اما در کنارش یک مردی هست که در عین حال که تنومند و قوی به نظر میرسه ولی زانو زده پای اون زن. و این حسی که به من میده در واقع همون حسی که اول بازی بهتون میده، اینه که یک زن قدرتمندی وجود داره که یک سری آدم تنومند در مقابل اون با اینکه قدرت دارن نمیتونن کاری بکنن. و زمانی که اون نقاش پا میشه و نقاشی و عدد 34 رو پاک میکنه و 33 رو مینویسه، دقیقاً حس این مجسمه رو بهتون میده که
یک زن قدرتمند خیلی خوشحال پا میشه، یک چیز مینویسه و یک سری آدمی که قوی هستن، واقعا دارن مبارزه میکنن، مجبورن در قبال خواسته اون کوتاه بیان و پای اون زانو بزنن. و همون اول بازی این حس رو بهتون میده این مجسمه. و یک موضوع دیگه که هستش، این مجسمه خیلی شکل این مجسمه، حالا این مجسمه چیه؟ این مجسمه آفرودیت است. آفرودیت خدای در واقع اله، خدا که نیست، در واقع الهه باروری، الهه شادابی، الهه خنده و شادابی و اینجور چیزاست کلا توی یونان باستان. و میبینین که با سنگ سفید ساخته شده و در قبالش این نقاشی، این مجسمه توی بازی با سنگ خیلی سیاه و تیره ساخته شده و یک جورای تضاد بین این و اونه. و اگر دقت کنین میبینین خیلی فرم ایستادنشون، فرم صورتشون و خیلی چیزاشون شبیه هم دیگه است واقعا، و انگار از روم کپی کردن، حتی چهرهش همونه ولی به ذات بدش، به ذات برعکس اون. و فکر میکردم که شاید این نکته جذاب باشه، حداقل برای من جذاب بود، خواستم براتون بگم. اینا از اشارات غیر مستقیم بازی هستن. بعد از اون میریم به اونور آبشار، اونور آبنما. اونور آبنما ما یک مجسمه دیگه همونطوری داریم که دوباره یه خانومیه، این دیگه واضحا داره میرقصه، در حال رقصیدنه و با 2 نفر پای این زانو زدن که دوباره همون حس رو بهتون میده، دوباره همون حس القا میشه. و 4 طرف این آبنما مجسمه‌های همین شکلی هستن که من از 2 تا قشنگاش براتون عکس گرفتم و گذاشتم که بررسی کنیم. و این بررسی هم خیلی کلی، شما در طول بازی خیلی 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 موارد مختلف اینطوری میبینین که شما رو یاد یک سری چیزای تاریخی میندازه. و خب من یک چند تا از بولدتریناش که همون اول بازی هم بیشتر هستن براتون آوردم که با هم دیگه بررسی کنیم و خیلی خسته نشیم. مورد بعدی نقاشی اسکیه هستش. نقاشی که نه، مجسمه اسکیه هستش. مجسمه اسکیه خیلی جالبه. شما همون اول بازی رو میبینین و نمیدونین که این اسکیه و میبینین که در حال رقصیدنه و زمانی که بازی رو تموم میکنین و میبینین که اسکیه موجود شادی بوده، موجود خوشحالی بوده و دوباره به این مجسمه نگاه میکنین، اینجا میفهمین که این دنیا با یک آگاهی قبلی در واقع ساخته شده و کسی که این دنیا رو ساخته، این مردم رو ساخته، میدونسته که اسکیه قرار خوشحال باشه. این مردم هیچ وقت اسکیه رو ندیدن ولی اونو در فرم رقصنده خودش ساختن. و خب این یک چطور بگم، یک آگاهی از پیش تعیین شده ای بوده، مثلا انگار این دنیا با یک سیستم خاصی ساخته شده. این حسو به من داد و خواستم اینم باهاتون در جریان بذارم. این مجسمه‌ایه که همون اول بازی میبینین، یک آقایی که خیلی خوشگل و خیلی چجوری بگم، خیلی ستبر واسطاده، خیلی سینه جلو، با اعتماد به نفس، پاش هم از چارچوب زده بیرون که باز این نماد قدرت، نشانه قدرته، و با دستش یک طنابی رو گرفته که حالا برای جشن بستن. و این مجسمه کاملا نشانه ابهت، نشانه قدرت، نشانه تمدن یک شهره و این دقیقاً وسط شهره. و این مجسمه خیلی شکل مجسمه پتر کبیر توی روسیه است، توی مسکو فکر کنم این مجسمه. و میبینین که لباسش، سردست لباسش، شکل موهاش، حتی قیافش، نوع ایستادن، نوع اعتماد به نفسی که داره، حتی حالت کفشاش، اینا همه شبیه همدیگه است. و اینم باز یک اشاره غیر مستقیم میتونه باشه. حالا از این فرم مجسمه‌های زیادیه ولی اون چه که به ذهن من اومد پتر کبیر بود که این عکس رو براتون گذاشتم. بعد میرسیم به یک جای، یک آبنمای دیگه است. تو این آبنمای دیگه ما یک سری اسب و پایین آبنما داریم که یک فرم آبکی دارن، انگار مثلا اسبا از جنس آب، از آب زدن بیرون. و بالای اون سر اسبا یک صخره هست و بالای صخره چند نفر وایسادن و یک انگار دیسی گرفتن بالا سرشون که میخوان یک چیزی به کسی اهدا کنن. این اسبا منو یاد یک داستانی انداختن توی حالا کتاب ایلیاد، توی تئوگونی اینا در موردش صحبت کردن. خدایان مختلف یونان باستان قدرت‌های متفاوتی داشتن و مثلا پوسایدون، حالا پوزایدون میگم، پوزیدون میگن، من میگم پوسایدون بهش. پوسایدون خدای دریاها بوده و معروف به این که چندین اسب داشته از جنس آب که اینا با هر وقت اراده میکرده به کمک این اسبا هر جای دنیا میخواسته به سریع ترین زمان ممکن میرفته و میرسیده و اینا. و این اسبا خیلی منو یاد اون انداختن. و مورد دیگه‌ای که هستش اینه که خدایان خیلی علاقه خاصی به قربانی داشتن و اینکه اون مردم بالای صخره به این شکل دستاشون رو گرفتن بالا و اون کاسه رو نگه داشتن خیلی شبیه به تقدیم کردن قربانی به خدایانه. خدایی که حالا اونجا پایین بهش اشاره شده، خدای آب، اسباش هستن و در بالا مردمی که دارن قربانی میدن.
و باز این اشاره به داستان بازی داره که یه خدایی هستش اونجا، تنها خدای داستان این بازی یک نفره، همون خانومی که اونجا نشسته و داره مردم رو از بین میبره و فقط رسما خدای شره از نظر مردم اونجا. داره این کار رو انجام میده و مردم دارن دائما قربانی میشن، قربانیایی که دست خودشون نیست، ولی یعنی انتخاب نکردن که قربانی باشن ولی قربانی میشن. و خب باز این یک اشاره به یونان باستان و اشاره به داستان بازی و اتفاقی که داره میفته داره. و خب اینا باز شاید تراوشات ذهن من باشه ولی خب به نظرم اشاره های واضحیه. بعد از اون 2 مجسمه هستن که در ورودی بندر نصب شدن که انگار جایی که کشتی ها میخوان پهلو بگیرن و 2 مجسمه بزرگن، 2 سلاح دارن هر کدومشون و دستشون رو به سمت شهر دراز کردن و این یک جورایی حس اینو میده که این شهر محافظ داره، این شهر یک نیروی مثلا نیروی بازدارنده داره، هم سلاح داره هم لطفش رو ارزانی میکنه و خیلی نماد قشنگیه تو بازی، خیلی خوب طراحی شده. توی کاتسینا هم حتی اینو میاره این 2 مجسمه رو و به نظرم از جذابیت‌های خاص بازیه. من خیلی با این 2 مجسمه حال کردم. ولی من یاد چی انداخت، یک مجسمه‌ای بود توی سریال گیم آف ترونز زمانی که وارد شهر براووس میشدن، یک مجسمه همون اول شهر بود که پاهاشو باز کرده بود و گذاشته بود، بهش میگفتن براووس تایتان یا تایتان براووس، نمیدونم یک همچین اسمی داشت، نمیدونم پسوند و اسم چجوری بود با هم دیگه، پسوند صفت نمیدونم چیه چطور بود ترتیبش، ولی این مجسمه در واقع نماد محافظت از براووس بود و هر کشتی که وارد میشد این مجسمه یک بوقی میزد که همه بفهمن آقا مثلا یک کشتی جدید وارد شد، یک کشتی خارج شد و این جور چیزا. و نماد تمدن، علاوه بر نماد تمدن، نماد قدرت هم هست. و اون 2 مجسمه چون سلاح داشتن و به سمت شهر بودن و از شهر انگار محافظت میکردن، منو خیلی یاد این مجسمه انداخت. اینم دقیقاً همون ویژگی‌ها داره، فقط این پشت به شهره، اونا رو به شهرن، این پشت به شهره. و اشاره بعدی که داریم دیگه، این اشاره مستقیمه دیگه، تو خود بازی دائما به برج ایفل شما برمیخورین، حالا جاهای مختلف از نمایهای مختلف، حتی با اشکال گرافیکی مختلف شما برج ایفل رو میبینین تو بازی که براتون چند تا عکسش رو آوردم. این مال آخر بازیه، این مال اواسط بازیه و در نهایت اشاره مستقیم و غیر مستقیم رو همینجا میبندم براتون. خیلی چیزای بیشتری هست ولی خب نمیخوام تایم ویدیو زیاد بشه، حوصلتون سر بره، هر چند تا الان خیلی زیاد شده. بریم سراغ جلوه هنری بازی. یک سبک نقاشی هست توی ایتالیا به اسم کیاروسکورو. کیاروسکورو به سبک نقاشی گفته میشه که بر مبنای تضاد نور و تاریکی، بیشتر تاریکی و روشنایی، اینجور چیزا مثلا. و چند تا نقاشی معروف وجود داره که من دونه دونه براتون میارم، نشون میتونم و یک نگاهی میکنیم از این، ببینیم این تضاد چطور کشیده شده، چطور بررسی شده، بررسی که نه، چطور خلق شده در واقع. این اثر اول هستش. میبینین که نور از یک پنجره نامرئی که ناکجا آباده وارد شده، تو نقاشی نیست پنجره، وارد شده روی میز، روی پاها، روی دستا و روی یک سری اعضای بدن افراد افتاده و یک سری جهات غرق در تاریکی مطلقه. مثلا اون قسمت پایین جایی که اون آقا که داره اشاره میکنه نگاه کنین، پشت سرش و کنار دستش کاملا تو تاریکیه و حتی مثلا گوشه صفحه اون بالا تو تاریکیه و این عمق تصویر رو تأمین میکنه، در واقع به تصویر معنا میده، به تصویر حس میده. اینه که از آثار خیلی مشهورشه که حالا من آوردم براتون، اسمش هم فراخواندن سنت متیو هستش. حالا آثار دیگر رو باز میارم، خودتون میبینین که پرتو نور چطور تابونده میشه توی نقاشی ها و چه حس و چه معنایی به عکس میده، به نقاشی میده. این نقاشی رو داریم که شمع رو میبینین، چطور پرتو نور شمع روی این خانم افتاده و چطور سایه ها رو تشکیل داده و این سایه ها چه حس و عمقی به تصویر میدن. این نقاشی که نور از بالا داره میتابه در واقع و اگه سایه ها رو دقت کنین، سایه چروک لباس ها و سایه سبدی که دست اون خانومه به سمت پایین هستش و نشانه اینه که نور از بالا داره میتابه و سایه ها داره تشکیل میشه و باز این به تصویر حس و عمق میده. نقاشی بعدی کلاس آناتومی هستش، باز به همون شکل مورد روشنه، بعضی ها تاریکه، هم بعضی جا روشنه، بعضی جا تاریکه و باز دوباره معنای نقاشی رو تامین میکنه. و این نقاشی که خودم هم خیلی دوستش دارم، این دیگه کلن سیاه و روشنه، پشت صفحه کلن سیاهه و این خانوم بخشی از صورتش روشنه و بخشی از قسمت پشتیش باز دوباره سایه داره،
یعنی تاریکی مطلق، روشنایی مطلق و سایه‌ای که از تقابل بین تاریکی و روشنایی تشکیل شده و خیلی جذابه. حالا این سبک کیاروسکورو که بهتون گفتم، این کیاروسکورو اسم ایتالیایی بود. این زمانی که میاد توی زبان فرانسوی تبدیل میشه به یک اسم دیگه‌ای و اسم دیگه‌اش چیه؟ اسمش کلیر ابسکور. کیاروسکورو کلیر ابسکور در واقع اسم بازی ماست. کلیر ابسکور یعنی تیره و روشن. در واقع اسم بازی اسم یک تضاد، اسم یک مکتب هنریه که بر اساس تضاد ساخته شده. و حالا میخوام یک سری عکس‌ها بهتون نشون بدم از خود بازی که اینا رو من اسکرین شات از بازی گرفتم و به نظرم جاهای قشنگی بوده که تقابل تضاد نور و تاریکی بوده که با هم دیگه نگاه میکنیم. میبینیم که اون بالا ما نور خورشید رو داریم که خیلی زیاد داره میتابه و باز به ساختمون دقت کنین، ساختمون تیره و تاره و باز این عمق میده به نقاشی. یعنی در واقع شما فاصله بین اون اسب، اون نور و ساختمون رو کاملا درک میکنین به واسطه سایه هایی که زده شده، به واسطه همون عمقی که داده شده. و خیلی جالبه که وقتی فکر میکنین یک نقاشی مثلا چند صد سال پیش نقاشیایی کشیده که الهام بخش اون تنظیمات گرافیکی که شما الان دارین روی سیستمتون اعمال میکنین و بازی که دارین ازش لذت میبرین و تمام اینها، این مسیر طی شده تا برسه به اینکه یک پرتوی نور از یک جای بتابه تو بازی و شما لذت ببرین ازش. و به همین دلیله که اینا رو آوردم، چون که یک عقبه‌ای داره و سازنده های این بازی واقعا هنرمند بودن، واقعا اینها رو رعایت کردن، واقعا به اون چیزی که تو ذهنشون بوده وفادار بودن و برای همین باز میگم جایزه ها حقشون بوده و من خیلی خوشحالم که اینقدر جایزه گرفت. دوباره بحث سایه زنی رو داریم اینجا بحث پرتوی نور رو داریم و زیر آب که هستیم خیلی جالبه تو بازی. علاوه بر این که نور از یک جایی میتابه و یک بخشی از بازی سیاه و تاره و بخشی روشنه، یک سری علائم پویا هم هستش که انگار شکسته نور تابیده، شکسته شده و به رنگ‌های قرمز، آبی، بنفش روی در و دیوار میفته و پویای زنده است، اونا حرکت میکنه و خیلی جذابه که مثلا سازنده بازی به بحث شکسته نور و تغییر رنگ هنگام شکسته نور مثلا دقت داشته، تجزیه رنگو مثلا در آورده براتون تو بازی. اینا همه برمیگره به حالا کارگردان، به انیماتور، نمیدونم به کدوم بخش بازی، ولی واقعا دقتش بالا بوده. دوباره همون بحث تضاد نور و تاریکی رو میبینین تو بازی که حالا جاهای زیادی میبینین، جایی که بولتر بوده من سعی کردم عکس بگیرم که ببینین. میبینین که بخشی از تصویر کلا خاموشه و بخشی از تصویر کلا خیلی روشنه. اینجا باز دوباره مثل همون نقاشی شمعی که بهتون نشون دادم که سبک کیاروسکورو بود، اینجا باز پرتوی نور آتیش‌ها هستن که روی در و دیوار افتادن، دوباره پرتوی نور و عمق تاریکی و توی این عمارت که میرین خیلی چراغا به شکل خیلی هنرمندانه نورشون پخش شده رو دیوارا و هیچ نوری توی هیچ جای بازی، حالا بعضی جای بازی که دنیا بازه آره، توی ساختمونا مثلا توی این عمارته هیچ نوری از جای از ناکجا آباد نیومده، تمام چراغا نورشون به اندازه تامین شده، به اندازه پخش شده و خیلی جذابه و واقعا باز اون معماری که اینجا رو آوردن تا مثلا ازش نظر بگیرن، طراحی کنن، خیلی از جون و دل مایه گذاشته برای اینا. حالا باز در بخش معماری بیشتر نگاه می‌کنیم به این چیزا. بس همون پرتوهای نوره. اینجا هم باز سایه هایی که به تصویرمون عمق میدن و این صحنه‌ای که اول بازی می‌بینین، همون اول بازی این صحنه براتون پیش میاد، تو همین مسیر قرار میگیرین و این عمقی که اونجا می‌بینین واقعا پشماتون میریزه که چجوری اینقدر این تصویر عمق داره، چجوری اینقدر گرافیک دلنشینی داره، کیف می‌کنیم واقعا. دوباره بحث پرتوهای نوره و بخش از بازی هستش که شما وارد یک دنیای سیاه و سفید میشین، یک حالت نقاشی سیاه و سفیده که هنوز رنگ نشده، یک تابلو خام انگار با نقاشی مثلا سیاه قلم. وارد اون دنیا که میشین دیگه اونجا کلیر ابسکور خالصه، کیاروسکور خالصه، فقط تاریکی و روشنایی و انقدر اونجا زیباست، انقدر اونجا خوشگله که من تو عکس نمیتونم الان بهتون خوشگلیشو نشون بدم، فقط بعد بازی کنین. یک محیط پویا هم داره و یک سری چیزا دائما دارن حرکت میکنن و خیلی جذابه. باز اینجا جزیره‌ای که از آکسوناس، همون بحث پرتوی نور رو داریم اینجا. دوباره بحث پرتوی نوره که میبینیم باز دوباره ما پایین تصویر تاریکی داریم و بالا روشنایی داریم و این تاریکی داره به اون تصاویر ناراحتی که زیر روشنایی هستن معنا میده
و خب باز این بحث دقت سازنده است. پرتو نور و باز عمق تاریکی، دوباره پرتو نور و عمق تاریکی. حالا تاریکیش خیلی عمقی نداره ولی پرتو نورش معنا بخشه به اون خنده است. اون خنده روش نور تابیده، معنا داره و خب اطراف تاریک‌تره و حس خوب اون خنده رو به شما منتقل میکنه. اون نور در واقع حس خوب خنده رو به شما منتقل میکنه. دوباره همون جهان سیاه‌سفیدشه. یک میز کار داره که حالا میز کار اساسشه، خودتون باید بازی کنین و داستانشو پیش برین تا بفهمین اونجا چه معنایی داره. دوباره بحث سایه زنی ها، بحث عمق. این صحنه رو من خیلی دوست دارم، جایی که مونوکو هستش، همون دوست ورسو که جسترال بود، توی یک ایستگاه قطاره. اینجا هم ایستگاه قطارشه و این ایستگاه قطار خیلی عمق قشنگی داره. علاوه بر عمق ارتفاعی که داره، یک تیر و روشن خاصی هم داره. می‌بینین که اون تصاویر بالا تیر روشنه، اون نوری که بالاست و دائم داره تو خودش میچرخه، یک حالت نافرمی داره، نافرم نورانی. و پایین یک چیز ثابت تاریکه و شما تو اون ثابت تاریک قدم میزنین و دائما اون فرم نافرم نورانی دور سرتون داره میچرخه. خیلی جذابه. بعد از اون میایم به کجا؟ میایم به این آکسون رقصانمون در واقع که حالا اسمش الان خاطرم نیست. اون یکی ویساژ بود، این یکی نمیدونم چه، یادم نیست. میاین اینجا یک نور پردازی خاصی داره. ما نور زرد تو بازی زیاد نمیبینیم. یکی حالا پایین آب بود، یکی اینجا نورش خیلی زرده و دقیقاً حس یک تابستون رو بهتون میده، حس گرما رو بهتون میده، حس صمیمیت رو میگیرین از اونجا. و خب یک طراحی باستانی هم داره که اون حس صمیمیت و اون حس باستانی خیلی ترکیب دلنشینی اونجا میسازه. شما به این مجسمه نگاه کنین، واقعا چی بگه آدم واقعا در مقابل این طراحی. حالا اینجا تو عکس تو خود بازی که بازی کنین، پارچه‌های دستش داره تکون میخوره و مثل یک آتیش تو یک شعله تو دستشه. خیلی جذابه. دوباره بحث پرتوهای نور و عمق تاریکی رو داریم، تاریکی مطلق، روشنایی مطلق، و باز بحث عمق رو داریم، تو این عکس. صحنه این بازی نقاشیه، تابلو هنری، اثر هنریه. نمیدونم چطوری اینقدر خوشگل اینو ساختن ولی خیلی خوشگله. فقط باید بازی کنین تا متوجه بشین. دوباره همون بحث کیاروسکورو، تیر مطلق، روشن مطلق. دوباره بحث عمق و همون برج ایفل که باز به واسطه سایه ها شما عمق بازی رو درک میکنین. دوباره اینجا عمق خیلی زیادی هم هستش. و این تالار شهر، در واقع تالار شهرشون خیلی خوشگله. شما زمانی که وارد تالار شهر میشین میبینین که دور تا دورتون تاریک مطلقه، هیچ کسی نیست، هیچ تو جایگاه خالیه، هیچی نیست، سیاه و یک موجود نورانی که این همون در واقع ورسو، کودکی ورسو، کسی که این دنیا به واسطه اون بنا شده. کودکی ورسو نشسته اونجا و داره پیانو میزنه و خب ورسو تو طول بازی هم میفهمین که پیانو زدن بلده، خیلی هم قشنگ پیانو میزنه و این همون کودکی ورسو، همون چیزی که از ورسو باقی مونده تو اون دنیا. و خلاصه که جلوه هنری میشه به این شکل. اما یک بحث دیگه هم داره این جلوه هنری بازی. یک نقاش داریم ما توی دوران بل اپوک. اینو بگم که بازی توی دورانی جریان داره، دورانی از فرانسه داره رخ میده که بهش میگن بل اپوک. دوران بل اپوک خیلی دوران شکوفایی فرانسه بوده، دورانی بوده که فرانسه تو اوج بوده. اونجوری که خوندم فکر کنم هواپیما و برق هم همون زمان اختراع شده. هواپیما یا تلفن اون زمان اختراع شده. خلاصه فرانسه خیلی تو اوج بوده، کل اروپا تو اوج بوده، فرانسه دیگه تو اوج بوده. و برعکس الانش که رو به افول کامل اصلا دیگه فاتحش خونده شده فرانسه تقریبا. حالا من تو ایران نشستم دارم میگم فاتح فرانسه خونده شده. چی بگم واقعا. ولی خب اوضاعش خوب نیست، نسبت به قبل خودش خوب نیست، با خودش مقایسه میکنم نه با خودمون. اوضاعش خوب نیست ولی خب اون دوران بل اپوک خیلی دوران خوبی بوده و یک نقاش تو اون دوره بوده به اسم گوستاف کلیمت. گوستاف کلیمت باباش ظاهرا طلاکار بوده، طلاکوب بوده و اینم نقاش بوده و خب میاد این دوتا هنر رو با هم دیگه ترکیب میکنه و نقاشی هایی میسازه که طلاکوبی توش داره، طلاکاری توش داره و رنگ طلایی توش خیلی زیاده. حالا چند تا براتون آوردم. نقاشی معروفش که نقاشی کیس یا همون بوسه است که دیگه معروف‌ترین نقاشیش رو همه میشناسن و میدونن. میبینین که پر از طلاکاری، رنگ سیاه توش زیاده، سیاه مطلق و طلای باز رنگ طلایی خیلی زیاد و تمام نقاشیاش، یعنی اکثر نقاشیاش تو همین سبکه.
و بنده خدا خیلی علاقه خاصی هم به خانوما داشت، یعنی کلا نقاشی نداره که توش خانم نباشه یا مثلا خانومی لخ نباشه. خیلی خیلی علاقه به این چیزا داشته و خب تو نقاشی وسط هم می‌بینیم که یک زن، چی بگم دیگه، تقریبا برهنه است دیگه. و از این نقاش توی بازی خیلی الهام گرفته شده. شما طراحی لباسای گروه‌های اکسپدیشن، طراحی کشتیاشون، طراحی اون عمارتی که وارد میشین، تماما حالت طلاکوبی، طلاکاری داره که این باز توی معماری باروک هم هست. معماری باروک هم با هم دیگه بررسی می‌کنیم، اون هم بحث طلاکاری داره، ولی این طلاکاری‌های ظریف و ریز و هنرمندانه از این نقاش به نظر من گرفته شده. و حتی اسمش هم تو بازی گرفتن دیگه، آوردن گوستاو. گوستاو تو بازی ما داشتیم، یک شخصیت مهمی هم بود و اسم این آقا هم گوستاوه و هم از اسمش هم از هنرش تو بازی استفاده شده به نظرم. و نقاش بعدی که ما داریم آقای دوره هستش. دوره همچین یکم آدم چیزی بوده که نقاشیش تیر و تارتر بوده. این دوتا نقاشی من براتون آوردم و یکیش که طراحی جلد انجیل ظاهرا بایبل خودشون میگن، رو نمیدونم چی میشه، طراحی جلد اونه و میبینین که خیلی تیره، خیلی تار، خیلی عمیق عکس و دوباره همون بحث تیر و روشن، بحث عمقی که سایه به روشنایی میده اون رو خیلی رعایت کرده. حالا درست سیاه‌سفیده ولی خب به همون شکل کشیده شده. و نقاشی کناریش که یک عده ارواحن، ظاهرا ارواح شیطانی هن که دارن به سمت یک نور میرن و دو نفر که دارن نگاه میکنن. حالا آدم و حوا نمیدونم، تحلیل و بررسی نقاشی رو نخوندم، فقط چون دیدم که توی بازی از این المان استفاده شده اینجا آوردمش. و شما توی بازی که دارین پیش میرین دائما دارین به سمت همین موضوع پیش میرین، یعنی یک چراغی مثل این عکس جلوتون هست و شما دارین به سمت اون چراغ میرین که اون چراغ همون عدد 33 هستش تو بازی. و خب بعضی جاها به شکل گرد، به شکل چشم هم میبینینش که باز خیلی بیشتر شبیه این عکسه. تو عکسای قبلی بودش، اگه دقت کرده باشیم تو عکسای قبلی بوده که یک حالت گردی ماننده و یک حالت سیاه‌چاله. و از این آقا هم به نظرم توی بازی خیلی الهام گرفته شده. جاهای مختلف بازی زیاد طرح می‌بینین، مخصوصا گروه‌های اکسپدیشن قبلی که کشته شدن. خیلی شما رو یاد نقاشی این آقا میندازه. حالا نقاشی بیشترش رو توی گوگل اگه سرچ کنین ببینین خیلی نقاشی قشنگ و خیلی دارکی داره. بعد از این دیگه از بحث جلوه‌های هنری خارج میشیم، جلوه هنری بازی وارد بحث معماریش میشیم. و معماری باروک که معماری همون دوران بل اپوکه در واقع، معماری نیست باروک. باروک یک سبک خیلی کلیه، در نقاشی باروک داریم، معماری باروک داریم، خیلی چیزا تو سبک باروک هستن، ولی خب اینجا معماریشون بیشتر به چشم میاد. من معماریش آوردم براتون و یک سری ویژگی‌های کلی میخوام بهتون بگم که سبک باروک اصلا چی داره چی نداره. خب براتون دونه دونه میخونم. شکوه و جلال، رنگ‌های روشن، تقابل و تضاد، پیچ و تاب و خمیدگی، ساختارهای بیضی شکل، توجه به شکل ظاهری و دکور پرتشریفات، مجسمه‌های طلاکاری شده، سقف‌های نقاشی شده، طرح‌های بریده یا ناتمام رها شده، نقاشی‌های دیواری در اندازه‌های بزرگ، طرح‌های نمایشی و پرشور در نمای بیرونی و مرکزی ساختمان، استفاده از گچ‌بری و مرمر، اثرات واهی همچون فریب چشم و گنبدهای بیضی شکل که بیشتر در باروک اروپای شرقی رواج داشت. اینا ویژگی‌های یک طراحی معماری باروکه، باید این چیزا رو داشته باشه. حالا نه که باید همشو داشته باشه، ولی خب اینا نشانه های اون هستن. اگر اینها رو داشت میتونیم بگیم باروکه. و بریم بالا یک سری طرح‌های معماری که معروف هستن تو دنیا براتون آوردم که ببینین. ستون‌های بلند، تشریفات، اینا همه تو این عکس معلومه. عکس بعدی دوباره ستون‌های بلند، طرح گنبدی، مجسمه‌هایی که سر تا سر گذاشته شدن، مجسمه‌های خیلی بزرگی هم مثلا تو عکس کوچیک دیده میشه ولی خیلی بزرگن واقعا. بعد بحث طلاکاری که گفتم تو معماری باروک هست و بحث تاق‌ها که می‌بینین اون بخش جلویی ساختمون، بخش ورودی اصلی ساختمون، طبقه بالا تمام پنجره‌ها تاق دارن و خب تاق توی معماری باروک خیلی زیاده کلا. حالا اینجا توی این عکس کمه نسبتا. و به شکل پنجره‌ها و نرده‌های جلوش هم دقت کنین چون توی بازی از اینا زیاده و این مال همین دور است در واقع. باز ستون‌ها، مجسمه‌ها، تشریفات، همون پنجره‌ها و همون نرده‌های جلوش، نقاشی روی سقف، لوسترهای بزرگ، طلاکاری، مجسمه‌ها، این کاملا باروکه. و باز تاق‌ها رو می‌بینین در دو طرف تصویر که باز تمام این مشخصاتی که این طرح داره به ما میگه که این باروکه. این باروکه واقعا خیلی هم باروکه. دوباره باز بحث معماری، ستون‌های گنده، طلاکاری‌ها و مجسمه‌هایی که بالا وجود دارن.
اینم فکر میکنم یک تالار شهر باشه، در واقع حالا نمیدونم چه جوریه، بالاشو بذاریم بخونم متوجه نمیشم چیه، ولی خیلی شبیه یک تالاره. و این تصویر رو خیلی تو ذهنتون بسپرین، خیلی بسپرین. چه جمله گفتم؟ تو ذهنتون باشه این طراحی حموم و دستشویی، دستشویی نه در واقع حموم باروکه، و میخوام اینو تو بازی بهتون نشون بدم و پشماتون بریزه که چقدر اون شبیه اینه و خب اون طراحی چقدر وفادار به باروک بوده. و پله های بازی که پله های بازی و این پله های بزرگ که خیلی عریضن، در نهایت به دو طرف ختم میشن، و نرده هایی که خیلی ظرافت که نه خیلی چه میدونم تشریفاتیه، و طلاکاری هم که خب همه جای عکس هست، همه جای این تصویر هست. لوستر بزرگ، تاقها و نقاشی روی سقف، تشریفات، اینکه هر توی معماری باروک یک عادتی که دارن، نمیدونم حالا همه جاش اینجوری یا نه، هر کادری که میبینن مثلا یک مربع، یک مستطیل، یک مثلث، هر چی هست، میان یک کادرم و یک کادر طلایی هم توش اجرا میکنن. یک کادر طلایی خیلی پر زرق و برق و خیلی پر حاشیه که بهش یک حالت چطوری بگم، حالت سلطنتی میده بهش در واقع. و تمام کادرها میبینیم که هر مربعی که ما داریم توش یک مربع دیگه در آوردن با رنگ طلایی و خب کلی شاخ و برگ. به این دره هم دقت کنید، این دره رو خیلی تو بازی میبینین، درهای کوچولوی دولت که اینجوری حالا به سمت باز میشن و فکر میکنم یک نفر به زور از این رد میشه چون خیلی دراش کوچولوه. و در نهایت هم دوباره همون تاق‌ها، دوباره لوسترا و بالا طراحی نشیمن به سبک باروک و مبلایی که به همون سبک طراحی شدن و غیره. خب حالا بریم معماری باروک رو توی بازی ببینیم چطوریه. همین اول بازی که وارد میشین یک مجسمه خیلی بزرگی روی یک ستون خیلی بزرگی هست که حالا این خیلی بهش کار ندارم، یک کم باروکه، مثلا یک کم نمادهای باروک شاید بشه توش دید، ولی این ساختمونای دو طرف سمت چپ و راست همون شکل پنجره‌ها که بهتون گفتم و اون نرده ها، حالا سمت راست بالا و سمت چپ هم طبقه بالا، پنجره ها و نرده ها دقیقاً سبک همون عکسایی که بهتون نشون دادم. بعد این مغازه ها با شیشه های، ما تو مشهد بهش میگیم شیشه ملقی، نمیدونم حالا چی بهش میگن جای دیگه، ملاقی میگن، ملقی میگن. شیشه های بزرگ یه تیکه است که برای مغازه ها میذارن و از همون دوران این شیشه ها اومده و خیلی جذابه، مخصوصا وقتی کریسمس میشه، مثلا حالا چیزای قرمز پوشش میچینن، خیلی جالبه. توی فیلم ها ما دیدیم، ما اینجا که ندیدیم والا. تو فیلم هایی که تو مخصوصا مثلا تو لندنن، تو مثلا انگلیسن، خیلی این مدل مغازه به چشم میان. این عکس رو قبلا براتون گذاشته بودم ولی در مورد آبدما صحبت کردم، اینجا این عکس رو گذاشتم تا در مورد اون تاق پشت سرش صحبت کنم، اون تاق فروپاشیده. در واقع قبلا هم گفتم بهتون توی این بازی هر چی که میبینین تو فرم فروپاشیده خودشه، یعنی باروک فروپاشیده است، چه میدونم مثلا معماری باروک فروپاشیده است، جلوه هنری کیاروسکورو، کلرابسکیور، هر چی هست تو فرم فروپاشیده خودش تو این بازی به نمایش در اومده. و باز این دوباره هنر اون سازنده بازی، گروه هنری اون سازنده بازی. و اون تاقی که پشت سر میبینین مجسمه هایی داره، همون ذات تاقش و عظمتی که داره، اون یک جورایی بهتون باروکو میرسونه. و توی عمارت که وارد میشید، اون پله هایی که بهتون نشون دادم، پله های عریضی که در نهایت باز به دو سمت ختم میشن، و لوسترهای بزرگ، نورپردازی با رنگ طلایی، طلاکاری، تمام معیارهای باروک رو تو این میبینین. اون تاقی که اون جلو وجود داره، این عمارت واقعا با یک معماری اینو طراحی کردن که طرف عاشق باروک بوده و همه چی رو خیلی خوشگل رعایت کرده. و یک نکته که هستش تو بازی اینه که شما زمانی که از تمدن انسانی دور میشین، زمانی که از لومیر دور میشین و وارد تمدن‌های دیگه میشین مثل جسرال ها، کلا سبک معماری خاصی میبینین. یعنی مثلا نیومدن که کل بازی رو با یک سبک طراحی کنن، برای هر تمدنی وابسته به همون خلق و خویی که دارن اومدن یک محیطی ساختن. جسرال ها از اونجایی که خیلی موجودات جنگ طلبیان، خیلی عاشق مبارزه کردنن و چندین بار نه خیلی تو بازی با اینا مبارزه میکنیم، مبارزه هایی که تفریحیه در واقع یه جورایی، ولی عاشق مبارزه. یک فرم معماری جنگلی براشون ساختن. شما از لومیر، از باروک خارج میشید و بعد از اون وارد اینجا میشین با این تمدن و این طرح جنگلی که اینم خیلی جذاب طراحی شده و این قانون و قاعده خاصی فکر نمی‌کنم داشته باشه و تماما ذوق هنری خود کارگردان بازی، خود طراح هنری بازی بوده و اون معماری که حالا اینا رو طراحی کرده.
علائم باروک دیده میشه، ولی در قالب همون سنگی، در قالب جنگلی، در قالب چوبی خودش. این که گفتم عاشق مبارزن، میدون مبارزه خیلی بزرگی برای خودشون دارن که عکسش گذاشتم براتون. و همون بحث کادرکشی ها که بهتون گفتم هر مربع، مستطیل، هر چی میبینن یک کادر طلایی توش در میارن. این مال باروکه. تو این آشپزخونه که تو همون عمارته، ببینین چقدر قشنگ اینو رعایت کردن. تمام مربع، مستطیلا همه کادر طلایی دارن، تمام حاشیه‌ها کادر طلایی داره و باز این از دقتمونه. حتی سقف هم داره، یک باروک فروپاشیده. اون ساختمونی که وسط نصف شده رو شما دارین اونجا میبینین، حالا از وسط نیست، از در واقع از بیخوبونه، چون درش معلومه. این گفتم همه چی تو بازی تو فرم فروپاشیده خودشه. شما این ستونا رو نگاه بکنین، این ستونا قشنگ معلومه از یک، چون ریل قطار هم پشت سرشه، معلومه که یک ایستگاه قطار بوده که با فرم باروک طراحی شده، نمای بیرونی باروکی داشته و حالا فروپاشیده. اما آثار باقی مونده از اون رو جوری گذاشتن که شما میفهمین باروک بوده و وفادار به همون سبک معماری که تو کل بازی دیدین. و تمام اینا واقعا نیازمند دقت، نیازمند ذوق، نیازمند شور و علاقه است. اون دستشویی، اون حمومی که بهتون گفتم تو ذهنتون باشه، اون حمومه اینجاست. ببینید چقدر خوشگل طراحی شده، چقدر به باروک وفادار بوده، چقدر طبق همون طراحی کرده. حالا اینجا کم شاخ و برگش رو زیاد کرده، حتی تو حمومشون آبنما هم گذاشته براشون. ولی یک چیزی که خیلی جالبه، شما گوشه های دیوارا، اونجایی که سقف روی دیوار قرار گرفته و دو تا دیوار به هم دیگه رسیدن، یک طرح مثلثی می‌بینین که به صورت پلکانی یک چیز ازش بالا رفته. این اصلا لزومی نداشت اونجا باشه، اصلا میتونستن طراحی نکنن، ولی وقت گذاشتن طراحی کردن. و ببینین که همون چیز بی‌معنی، همون چارت طرح هندسی که اونجا گذاشتن، چه حس و چه معنایی داره به تصویر میده. و زمانی که من میگم آقا این بازی حقش جایزه بگیره، به خاطر اینه که دارم تمام تو جزء به جزء این بازی شور و شوق و علاقه سازنده رو میبینم و میبینم که این بازی طبق آرمان‌های تجاری پیش نرفته، طبق آرمان تجاری یوبیسافت نبوده آقا فقط یه چیزی طراحی کن که بازیکن بره بگرده برای خودش. نه، اینا اومدن هر چیزی که طراحی کردن با جون و دل طراحی کردن. و وقتی بازی میگن ایندیه، میبینین که این واقعا ایندیه، از شور و علاقه و خلاقیت خود یک عده سازنده در اومده و هیچ آرمان تجاری پشتش نیست. برای همین من فکر می‌کنم این بازی واقعا به حق ایندی شناخته شده. حالا این یک صحنه است، شما تو کل بازی خیلی چیزا می‌بینید که دقت شده بهش، مفهومی ساخته شده و وفادار به کل فلسفه بازیه. برای همین فکر می‌کنم ایندی بودنش هم واقعا منطقیه. و دوباره بحث تاقو داریم اینجا، مجسمه هایی که توی دنیای ناکسون در واقع یاد سبک باروکو، در واقع باروک نیست، یک ابهام، یک حاله از باروکه با طرح یونان یا مثلا طرح باستانی تقدیم، چی میگم بهش، مخلوط کرده و از اون یک چیز خیلی خوشگل در آورده. حالا تو عکسای بعدی بهتون نشون میدم چطوریه. اینجا رو ببینید مثل کلوسئوم، در واقع یک میدون جنگ بزرگ چند طبقه است مثلا برای تماشاچی که واسطن و اون وسط یک میدون مبارزه ساختن که حالا میرین اونجا با باس فایت میجنگین و خیلی جذابه. باس فایت رقصانی که بهتون گفتم که نمیدونم چجوری باید توصیفش کنم، زمانی که وارد بازی میشین اون باس فایت داره برای خودش شعر میخونه و با شعر خودش با یک فرم خاصی داره میرقصه، خیلی حس غریبانه ای داره واقعا و تنها هم از اونجا و یک جوری کلا. به این عکس دقت کنین دوستان، این عکس خیلی خاصه برام، یعنی این صحنه رو که من دیدم واقعا پشمام ریخته بود. ببینید اینجا 3 طبقه ما الان تو این عکس می‌بینیم، 3 طبقه. طبقه پایین، ستونای طبقه پایین رو دقت کنین چه فرمی داره. این فرم توی ستونای طبقه بالا که ستون توپولا هستن وجود نداره، یعنی طراح این بازی اومده برای اون طبقه یه فرم طراحی کرده، برای طبقه بالا فرم دیگر طراحی کرده، باز برای طبقه بالا اومده فرم دیگه رو طراحی کرده، یعنی 3 طبقه با 3 طرح ستون مختلف، در حالی که اگر اینا رو یکسان میذاش واقعا شاید تفاوت خاصی نمیکرد، شما همون حس رو میگرفتین. ولی اومده وقت گذاشته برای کسی که دقت کنه، برای کسی که براش اهمیت داره اومده وقت گذاشته، هر ستون رو به شکل خودش طراحی کرده. و طبقه بالا یک حالت انگار شاهنشین داره که شاه بشینه اونجا مبارزه رو نگاه کنه و ببینیم که 3 تا ستون سمت راست و 3 تا ستون سمت چپ به یک شکل طراحی شده. 2 تا ستون وسطی که قرار نماد پادشاهی باشه، ابهت پادشاه رو برسونه، به شکل دیگه طراحی شده.
یعنی چقدر طرف وقت گذاشته، چقدر اون تاق و خوشگل در آورده که نماد قدرت باشه و به تمام اینها فکر کرده که شاه که اونجا میشینه با ستونای کنارش بزرگتر از ستونای بغلی باشه. خب چی بگه آدم به این حجم از دقت و این حجم از ظرافتش؟ و باز سایه زنی میبینی که باز بخشی از تصویر توی تاریکه، بخشی از تصویر تو نوره و چه عمق و چه حس و چه معنایی داره میده. و حتی از لحاظ فیزیکی هم اومدن رعایت کردن. طبقه بالا، طبقه که شاه میخواد بشینه، اومدن کلا مثلا 6 تا 10 تا ستون، مثلا حالا بغلو هم در نظر بگیریم آقا 15 تا ستون گذاشتن یک سقف و نگه داره. طبقه پایینتر اومدن تعداد ستونا رو کمتر کردن اما حجم ستون رو بردن بالا، اون قطر ستون رو بیشتر کردن که بتونه اون سقف بالایی رو نگه داره با آدمایی که روش هستن. باز طبقه پایین اومده با قطر بالایی طراحی کرده، یک طرح کمی مقاوم‌تر اگه دقت کنین و با تعداد خیلی بیشتر. یعنی به لحاظ مهندسی عمرانی، به لحاظ مهندسی معماری نگاه کنین این درسته، کلا درسته، با سلیقه و قشنگه، نه که فقط درست باشه. و اگه به اینا دقت کنین پشماتون میریزه واقعا تو بازی. حالا این یک تیکه از بازیست، یک تیکه از بازی، تو خیلی از جاهای اینو می‌بینین. این بازی ذره ذره شاهکاره واقعا. و دوباره همون بحث پنجرهایی که بهتون گفتم با نرده‌های جلوش و در تاق مانند و باز سبک کیاروسکورو، تمام اینا تو این عکس هست. تمام این بازی به فلسفه‌اش وفاداره. تالار شهرشونه که تالار شهرشون خیلی جای خوشگله، داخلش رو براتون توضیح دادم که ورسوی کوچیک نشسته بود داشت پیانو میزد. این نمای بیرونیشه که دو تا مجسمه سمت چپ و راست هستن، باز یک سری مجسمه ها دم ورودی‌ها هستن، ورودی‌ها همه تاقی شکله و چه بگم دیگه، جذابه، واقعا عالیه. دوباره همون تالاره که رو سقفش هم نقاشی داره. من زمان این نقاشی روی سقف رو دیدم که این عکس رو گرفته بودم، داشتم فایل رو آماده می‌کردم و دیدم که اون بالا عکس گوستاو و صوفیه که در حال رقصیدنه و نقاشی روی سقف هم یکی از نشانه‌های سبک باروک بود اگه یادتون باشه. و بحث فروپاشی که بهتون گفتم دیگه، شما به این ساختمون که میرسین کاملا معنای فروپاشی رو درک میکنین، یه داره بنده خود جر میخوره دیگه. و این تنها ساختمونیه که من تو بازی این شکلی دیدم. حالا یا ساختمونای بیشتری هستن من دقت نکردم یا نیستن، ولی خب اون چه که من دیدم و عکس گرفتم همین یکی بود و خیلی فرمش خاصه و تو خودش پیچیده اصلا و خیلی برخلاف یک میدونین ذات ماده‌ای که داره، اون سیمان و گچ و اینا که ما تو ذهنمونه اصلا به این فرم در نمیاد و خیلی عجیبه تو بازی اینو دیدنش. بعد از بحث نماد شناسیمون، بحث ساختار ذهنیمون که عینیمون که معماری بود، اشارات مستقیم و غیر مستقیم هم بود، جلوه هنری هم بود. اینا ساختار عینیمون بود. اینا رو بررسی کردیم، میریم سراغ ساختار ذهنیمون که ساختار ذهنیمون اول با نگاه اساطیری بررسی میکنیم. نگاه اساطیریمون چند تا بخش داره، 3 تا بخش داره که براتون دونه دونه میگم. بخش قربانی های محتوم، بهتون گفتم توی بحث همون ساختار عینی که بررسی میکردیم، اون مجسمه هایی که کاسه بالا سرشون داشتن و داشتن قربانی میدادن. توی کتابای تئوگونی، کتاب ایلیاد، اودیسه و خب اینجور کتابای مال اون زمانو که میخونین، یا حتی از مثلا کتابای اساطیری زمان قدیم، حالا حتی شرقیاش، یک سری قربانی ها بودن که اینا محکوم به قربانی شدن بودن. یعنی طرف اصلا به دنیا اومده بود که قربانی خدایانشون بشه. و تو این بازی همینو ما داریم، یک سری آدم هستن که نقاشی شدن، حالا به دنیا نیومدن، نقاشی شدن تا قربانی بشن و در قبال این قربانی شدنشون یک عده که زندن هشداری دریافت کنن و برن کاری انجام بدن. و این خیلی شبیه اون داستان است، این بحث خدایی که قربانی میگیره و قربانیایی که هیچ کار نمیتونن بکنن. این یک بحث حالا اسطوره‌ایشه که تو کتابای اساطیری ما میبینیم اینو. بخش دوم عیسی مسیح، عدد 33 که حالا اسم این بازی هم روش هست. یک نمیدونم بخشی از مسیحیت، دقیق نمیدونم بخشی از مسیحیت یا کل مسیحیت به این باور دارن که حضرت مسیح توی 33 سالگی مصلوب شد و حالا بعضیا میگن جونش رو از دست داد، بعضیا میگن خدا اومد بردش، نمیدونم. و این اشاره به اون اشاره. حالا داستانای مذهبی و کلا مذاهب اساطیری حساب نمیشن خیلی وقتا، به خاطر اینه که توی آداب و رسوم زندگیمون نقش دارن. اما فرمت داستاناشون وقتی علاوه اساطیری نگاه میکنین همون ویژگی های یک داستان اساطیری رو دارن و به همین دلیل من آوردم براتون، چون که فکر میکنم به لحاظ آکادمیک شاید اساطیری حساب بشن.
و بخش سوم نماد بلوغ و اوجه. توی داستانه اساطیری، تو هم شاهنامه خودمون، توی ارزم به حضور شما ایلیاد و اودیسه، توی تئوگونی، توی خیلی چیزای دیگه، زمانی که میخوان یک نفر رو در تراژدیک ترین حالت ممکنش از بین ببرن، میان تو سن 31 32 33 اینجور موقع ها از بین میبرن. چرا؟ به خاطر اینکه تو اون سن انسان در اوج قدرت خودشه، اوج جوانی خودشه، تمام اون زور و قدرت و تفکر ساله همه چی داره و هنوز به افول نیفتاده. زمانی که از 33 4 5 6 دیگه میگذرین، یه کم کم افول شروع میشه، افول حالا جسمی، افول عقلی، حالا هر چی نمیدونم، ولی تا قبل از اون تو اوج قدرته. به خاطر همین توی اون سن مردن، توی اون سن یک عالم آدم از بین رفتن، خیلی تراژدیک و خیلی حماسی حساب میشه در واقع. و به نظرم خیلی حالت اساطیری داشت اینکه توی این شما در بازی وارد بازی میشین که افراد توی این سن دارن کشته میشن و خیلی تراژدیک حساب میشه در واقع. این خیلی توضیح خاصی دیگه نمیدم بیشتر از این. نگاه اسطوره‌ایمون همینه. میریم سراغ نگاه فلسفیمون. ارزم به حضور شما که نگاه فلسفیمون هم دقیقاً همونجوری سه بخش داره. سه بخش فلسفی. بخش اولش اگزیستانسیالیستیه. حالا اگزیستانسیالیستی احتمالاً شنیدین تا حالا، ولی چی هست؟ منم نمیدونم چی هست، کامل هنوز درکش نکردم، در موردش خوندم ولی خب نمیدونم تونستم درکش کنم یا نه. اگزیستانسیالیست میگه که مرگ شما به زندگیتون معنا میده، اگر مرگی نبود زندگی هم معنا نداشت. پس با پیش چشم داشتن مرگ، با اینکه با آگاهی نسبت به اینکه زمانی خواهید رفت، زندگی پربارتری داشته باشین. یک چیزی تو این مایه ها. حالا من خیلی خلاصه دارم میگم، خیلی بحثش پیچیده تره، ولی کلش اینه که آقا مرگی که به زندگی شما معنا میده. و خب تو این بازی اینو ما خیلی میبینیم. تو اگزیستانسیالیسم اینجوریه که مثلا میگه آقا شما زمان مرگت رو نمیدونی اما قطعیت مرگت رو میدونی، پس با وجود دونستن قطعیت مرگت بیا از زمانی که داری لذت ببر. توی این بازی برعکسه. برعکس که نیست، یکم پیچیده‌تره در واقع. اینا هم زمان مرگشون رو میدونن، هم قطعیتش رو میدونن. و با وجود این که میدونن مرگشون قطعیه، میدونن که زمانش کی هستش، ولی تسلیم اون نمیشن. و در واقع همون دوتاست، همون زمان، دونستن زمان و دونستن قطعیته، باعث میشه اینا برن و به ساختن یک معنا فکر کنن، به یک ساختن یک گروه اکسپدیشن فکر کنن که بخوان جلوی اون نقاشو بگیرن. اگر شاید نمیدونستن این کارو نمیکردن، ولی این که میدونن باعث میشه تا این کارو انجام بدن. یعنی پس پیش چشم داشتن مرگ به زندگی شما معنا میده و اینو تو این بازی خیلی به وضوح میبینین. موضوع دیگه که تو بحث فلسفیمون شورش اوسیانه. توی کتاب اسطوره سیزیف که مال کامو هستش، یک در مورد خودکشی بیشتر تو اون توضیح میده که آقا مثلا ما رو میزنیم به زندگی به دنبال معنا، میگیم آقا زندگی معنی تو چیه، من چرا دارم زندگی میکنم و چرا نباید خودکشی کنم، و زندگی به تو پاسخی نمیده، پس تو باید در مقابل زندگی شورش کنی. باید در راه حل اینه، مثلا راه حلی که میده اینه که آقا ریولت کن، شورش کن، اوسیان کن، نذار این زندگی بی معنی بودن رو به تو تحمیل کنه، برو و معنا بساز برای خودت. و میبینین که تو این بازی همینه، یک زندگی بی معنایی دارن، حتی نمیدونن که نقاشی هم و در آینده میفهمن نقاشی بودن در واقع، حتی زندگی واقعی هم ندارن، ولی تو همون چیزی که فکر میکردن، تو همون توهمی که توش زندگی میکردن، دائما داشتن میمردن، کاری از دستشون بر نمیومد. ولی کسایی که 1 سال مونده بود بمیرن، سعی میکردن تو همین زمانی که دارن تسلیم معنایی که زندگی میخواد بهشون بده نشن. اون کشتی‌ها رو آماده کنن، به هزار زحمت چه میدونم لباس تهیه کن، این کارو بکن، اون کارو بکن، برو خودتو بکش، برو زودتر از موعدی که قراره اون تو رو بکشه تو خودتو بکش، با اینکه میدونی نمیتونی کاری بکنی، نمیتونی اون نقاشو شکست بدی، اما برو تلاشتو بکن، برو معناتو بساز. و در مقابل معنایی که زندگی داره به تحمیل میکنه شورش کن، نذار اون با تو این کارو بکنه، تو برو با خودت کاری بکن. بخوام خلاصه بگم اینجوری میشه. و اینم باز از این لحاظه که این بازی به این بازی عمق و مفهومی میده. و علاوه در نهایت میرسیم به اخلاق در بی خدایی. بهتون گفتم که تنها خدای داستان این بازی همین خانوم است که پا میشه عدد 34 رو پاک میکنه، عدد 33 رو مینویسه و همه رو تو اون سن میکشه و خدای دیگه ای وجود نداره. اینا دست به دامن کسی نمیشن که آقا ما رو نجات بده، ما دعا کنیم، مثلا چه میدونم تو مخالف اینی، تو بیا اینا از بین ببر، همچین چیزی وجود نداره. اینا خودشون دست به اقدام میزنن
و یک نکته ای که هست این که شما زمانی که تو لومیر دارین راه میرین، همون اول بازی، عشق و صمیمیت رو احساس میکنین، با اینکه همشون میدونن که یه عده قرار از بین برن، یه عده سال بعد از بین برن، یه عده سال بعد از بین برن. با وجود اینکه میدونن کسی نیست دستشون رو بگیره تا نجاتشون بده و خدایی تو دنیاشون وجود نداره، اما همچنان اخلاق مدارن، همچنان صمیمی هم با هم دیگه، همچنان همو دوست دارن. کسی دزدی نمیکنه چون که قراره مثلا 4 سال دیگه بمیره، به این دلیل نیست. با هم دیگه مهربونتر هم هستن حتی اتفاقا، که با وجود اینکه میدونن که اصلا قرار نیست تو این دنیا بمونن، قرار نیست پول و قدرت و ثروت براشون بمونه و حالا هر چیز دیگه، با هم دیگه مهربونن. و این میشه اخلاق در بی خدایی، که حالا یک عده حالا مثلا خداپرست میان به آتئیستا میگن آقا شما اگه خدا رو قبول نداری پس برو آدم بکش. و طرف میگه خب مثلا چرا برام آدم بکشم، بابا این انسان اخلاقی نیست. و طرف قانع نمیشه، میگه اگه ترس از خدا نباشه پس تو برو هر کاری بکن. ولی خب این درست نیست و تو این بازی هم بهش اشاره میشه که آقا ما با وجود اینکه نجات دهنده ای نداریم اما همچنان همو دوست داریم. و اینم نکته مهمیه، باید بهش دقت کنین تو بازی و از اون چیزایی که بازی معنا میده. و اینجا بررسیمون تموم میشه. نگاه اخلاقی داشتیم، نگاه اسطوره‌ای داشتیم، نگاه فلسفی هم داشتیم، ساختار عینی هم بررسی کردیم با هم دیگه که تو بازی چه اشاراتی شده بود، چه چیزایی رعایت شده بود و مشخصات کلی بازی هم براتون گفتم. در نهایت میرسیم به گیم پلی. گیم پلی گفتم اطلاعات خاصی نداره که بهتون بدم، فقط چون که بازی نوبتی برای بعضی یکم ناملموسه و فکر میکنن که جذابیت خاصی نداره، میخوام یک چند تا بازی بهتون بگم که طرفدارای خیلی زیادی داره، خیلی محبوبه و از همین سبک نوبتی استفاده میکنه و سبک نوبتیشون هم حالا شاید یک تفاوت‌های جزئی داشته باشه اما در نهایت به همین شیوه است که توی زمان واقعی و به سبک نوبتی اجرا میشه. دونه دونه باید حرکات رو اجرا کنین، حرکاتتون روی حرکات بعدی تاثیر داره، حرکات دشمن روی حرکات بعدی شما تاثیر داره و نیاز به پیش بینی داره. حالا بازی‌ها که تو این سبک هستن که معروفن و محبوبن، یکی بازی فاینال فانتزیه که دیگه مثلا نیاز به توضیح نداره چه میدونم چند تا نسخه داره، خیلی اومده و خب اکثرا همین سبکو دارن، سبک نوبتی هستن. بازی چایلد آف لایت و جالبش اینه بدونین که این بازی مال شرکت یوبی سافته و یک بازی با موسیقی متن عالی، داستان عالی، گیم پلی عالی، اصلا نگم براتون یک بازی تقریبا ناشناخته‌ایه بین بازی دیگه که میخوام معرفی کنم، ولی فوق العاده است. اگه تجربه نکردین آب دستتونه بذارین زمین برین یا اینو بازی کنین یا دانلودش کنین بازیش کنین یا حداقل موسیقی متنش رو دانلود کنین گوش بدین، چون واقعا شاهکاره. این بازیه که حالا طرفدارای خاص خودش هم داره. بازی دیوینیتیه که خب اونم خیلی طرفدار داره و بازی پرسونا که پرسونا 5 رویال هم همین اخیراً ظاهرا کرک شد و برای پی سی اومد، الان هنوز بازی نکردم. اینا طرفدار زیاد دارن، خیلی هم زیاد دارن، همین سبک نوبتی هم هستن. یعنی مثلا کسایی که میگن آقا نوبتی مگه کی بازی نوبتی بازی میکنه کی فلانه، این بازی نوبتی ان خیلی هم بازی میکنن و نوبتی واقعا جذابه. حالا خیلی بازی دیگه نوبتی ان، من یک چند تا از بولتریناشون براتون آوردم. من بازی نوبتی دلتون بخواد هست، همین بازی بالدرز گیت 3 که پارسال بهترین پارسال که نه پیار سال بهترین بازی شد، بالدرز گیت هم نوبتیه. به هر حال اینا نکات در مورد این بازی بود، چون که خیلی اعتراض میکردن که آقا این بازی حقش نیست، این بازی فلانه، نباید جایزه میگرفت، اینجوری بود اونجوری بود. و من از قبل هم قصد داشتم یک ویدیو بررسی برای این بازی بسازم. گفتم دیگه الان بهترین فرصته بیام آماده کنم بهتون نشون بدم، یک ارائه‌ای بدم و سعیم این بود که منظم پیش برم و همونطور که بازی اکت داره، پرولوگ داره، اپیلوگ داره، منم سعی کنم که باز ارائه‌مو بخش بندی کنم تا بخش به بخش پیش بریم و لذت ببریم. امیدوارم که لذت برده باشین. بررسیمون تموم شد. انشالله بازی‌های دیگه یا شاید کتاب‌های دیگه، از کتاب که اینجا بررسی نکردیم. و خیلی ممنون که تماشا کردین. اگه دوست داشتین حمایت کنین خیلی خوشحال میشم.